خب درود بر شما. سلام بر شما. تصویر من خوبه؟ بسیار عالیه مسعود خان. خواهش میکنم. خب وقتتون بخیر. من در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت دوستداران فرهنگ و هنر گیلان و علاقمندان آثار احمد عاشورپور با گفتگوی لایو دیگری از صفحه زنده یاد عاشورپور در خدمتتون هستیم. امشب در خدمت آقای مسعود پورهادی هستیم، شاعر، پژوهشگر، نویسنده و آقای پورهادی رو علاقمندان فرهنگ گیلان که کاملا میشناسن. ایشون غیر از پژوهش‌هایی که انجام دادن و کتاب‌هایی که کار کردن و اشعاری که سرودن، عضو شورای پژوهشی دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان هم هستن که حتما کتاب‌های که از زیر دست این شورا خارج شده و به طبع رسیده در کتابخانه هر گیلانی هست. خیلی خوش آمدید مسعود خان. در ابتدا اگه صحبتی فرمایشی دارین علاقه‌مند هستیم که بشنویم. با درود به شما و درود به دوستان حاضر و درود به دوستانی که بعداً این گفتگو رو خواهند دید و شنید. سال نو را به شما تبریک میگم. امیدوارم سال دیگری باشه، سالی بدون تبعیض، سالی با عدالت، سالی پر از تغییرات جدی در زندگی ماها، سال بدون کرونا. خب هستم در خدمت. زنده باشید. خیلی ممنون. خب گفتگوی امشب ما همونجور که اعلانش هم گویاست درباره عاشورپور و زبان گیلکی هست، اما من میخوام فرصت رو مغتنم بدونم و از اونجایی که داریم با یک پژوهشگر برجسته زبان گیلکی صحبت میکنیم از این فرصت استفاده کنم و از شما بخوام که در ابتدا برای مخاطبین ما که بخش بزرگیشون هم اصلا گیلک زبان نیستن و زبان به گویش های دیگه و زبان های دیگری صحبت میکنن، یک تصویری از زبان گیلکی ارائه بفرمایید که در چند دقیقه بتونن دریافت کنن که این زبان ریشه هاش به کجا میرسه، خصوصیاتش چیه و غیره. چند دقیقه آخه میدونی وقت نامناسبیه برای در واقع طرح مسئله این، چون این پر در واقع گفتگو، یعنی که مسئله تو صحبت‌های روزمره یا تو برخی از نوشتارها این گونه تر میشه: گویش گیلکی، لهجه گیلکی و غیره و ذالک. یعنی که اگه قراره که من توضیح بدم که این در واقع فکت ها که دوستان ارائه میدن بر بستر یک در واقع بررسی زبان شناختی نیست، عمدتاً تعلق داره به که دریافت های عمومی رایج و کمتر به منابع زبانشناسی تکیه داره و از اون بهره بردار میشه. ببینید تو ما زبانشناسی اساساً تفاوت در واقع زبانها رو بر مبنای 3 ساختار دنبال میکنن. یک ساخت در واقع آوایی واژه‌شناسیه، 2 ساخت واژگانیه، 3 ساخت صرفی و نحوی. ما در ارتباط با زبان گیلکی بر اساس در واقع تفاوت‌هایی که تو این 3 حوزه وجود داره، این تفاوت‌ها تو بررسی‌های آدم‌های مختلف که حول زبان گیلکی انجام دادن خودشون رو نشون دادن. زبان گیلکی یکی از زبان‌هایی است که یک سابقه 200 ساله و شاید هم بیشتر داشته باشه تو حوزه پژوهش‌های زبانشناسی. اساساً زبان‌های ایرانی توسط خارجیان ابتدا موضوع در واقع پژوهش قرار گرفته. فکر میکنم تا اونجایی که حافظم قد میده اولین آدمی که زبان گیلکی رو موضوع کار خودش قرار داده یه پروفسور در واقع روسی بوده تو اواخر دهه 18 میلادی به نام گملین. بعد از اون نیز باز هم دوران و برد و از خدمت شما خوسکو و حتی زبانشناسای آلمانی مثل گایگر و
و بعدها حتی زبانشناس دانمارکی کریستنسن و زبانشناس آمریکایی دان استیلو نیز به زبان گیلکی پرداختند و در موردش مطلب نوشتند. هیچ یکی از این زبانشناسا به اضافه زبانشناسای ایرانی در ارتباط با گیلکی هیچ در واقع دلیلی ارائه ندادند که گیلکی این زبان نیست. عمدتاً تحلیل و پژوهش بر مبنای این سه دستگاهی که در زبانشناسی موضوع کار زبانشناس است انجام گرفت و نشون میده که گیلکی تو این سه دستگاه اختلافات جدی با زبان فارسی داره و میراث میبره از زبانهای ایرانی دوران باستان. من گفتی کوتاه بکنم نمیتونم ولی باید توضیح بدم. مثلا شما حساب برسید تو زبان باستانی ایران باستان، حالا اینم خودش یک موضوعیه، ما بر اساس شواهد اگه داریم صحبت میکنیم، این شواهد در واقع کتیبه هایی است که از دوره هخامنشی باقی مونده. 600 سال قبل از میلاد مسیح این کتیبه ها به 3 زبان نوشته شده. یکی از زبان در واقع فارسی ایرانی باستان، زبان فارسی باستانه. این زبان کتیبه هایی که ازش باقی مونده و این کتیبه ها اصلا نشوندندی اینه که در این زبان 2 تا واژه وجود نداره، واژه ل و واژه ژ. به صورت که حالا من در بررسی هایی که دارم انجام میدم حول واژه‌شناسی زبان گیلکی چند سال دارم کار میکنم. ما در زبان گیلکی برخی از در واقع واژگان رو داریم که این واژگان لی آغازینشون مثل شباهت فراوانی داره به لی آغازین زبانهای در واقع هندو اروپایی. مثلا شما این گونه حساب بکنید، ل در زبان فارسی باستان به ر تبدیل می شد. این ری که تو هندو اروپایی مادر زبانهای در واقع مثل زبان ایرانی وجود داره، در فارسی ر در واقع به ر ابدال شده بود یا ر تبدیل شده بود. خب تو زبان گیلکی مثلا ما لوژنک داریم، یعنی روزنه است، یعنی با ر در واقع در فارسی. روزنه در واقع قدیمی است، یعنی که تو فارسی باستان وجود داره. لو ریسه رونده یعنی با ر شروع میشه، ل داره. یا لواس که تو مناطق شرقی گیلان در کوهستان مناطق شرقی به روباه میگن، دقیقا مثل همین لواس تو زبان سانسکریت هم وجود داره. یعنی وژه حضورتون که تو بخش در واقع چیز ما آوایی داریم که این آوا مابین فتحه و کسره است که در زبانهای باستانی در واقع ایران فقط در زبان اوستایی وجود داره و در زبانهای دیگه وجود نداره. یعنی که اونجایی که ما میگیم رشت، نه آیه نه ای، این مابین آ ای، این خاص زبان گیلکی است. توجه میکنید که دو زبان انگلیسی هم نوعی از این در واقع حرفی که بهش میگه حرف شب وجود داره. خب این اختلافات در واقع موضوع کار تو حوزه در واقع واژه‌شناسیه، تو حوزه آواهای زبانه. این دامنش خیلی گسترده است. همچنین این یه بخش دیگه مربوط میشه به حوزه واژگان، یه بخش دیگه میشه به حوزه صرف و نحو. مثلا شما حساب برسید که در زبان گیلکی ما یک در واقع چیزی یا آرزویی رو با فعلی بیان میکنیم که این فعل در زبان فارسی امروز وجود نداره، از فعل دیگری استفاده میکنه. مثلا تمنایی، آرزویی، تمنایی. بگیم کشکیا خانمی سر فگور دستی، یعنی وقتی که به فارسی ترجمه میکنیم ناچاریم استمراری این رو در واقع، در صورتی که ساخت این تو گیلکی ساخت استمراری نیست، فعل مرکب داره. تو ببین کاش این خانه بر سرم میریخت،
توجه میکنی؟ یعنی که اساسا با اون آرزویی تفاوت جدی در واقع گراماتیکی داره. حالا غیر از این ما تو ساخت در واقع شما، من، خمامی و انزلیچیا و برخی دیگه رشت نداره این ساختار رو، و برخی دیگه از مناطق شرق گیلان ما ساختاری داریم این به نام ماضی نقلی که با فعل داشتن انجام میشه. با فعل داشتن، این فعل از کنکرت شما در زبانهای ایرانی به عنوان در واقع فعل کمکی در ماضی نقلی ساخت در واقع این گونه‌ای که در زبان در واقع گیلکی هست وجود نداره. نوعی در واقع چیزه مطالعات من نشون میده تو زبان سغدی این ساخت وجود داره که گونه زبانهای شمال، گونه زبانهای شرقی ایرانیه. گیلکی تو زبانهای غربی گیلانی داره. که از من این چیزا رو، مثالها رو ناچارم باید در واقع بگیرم، چون به فارسی ترجمه بکنم یه چیزی دیگه ای داره. بوشو درم، بوشو دشتیم، رفته دارم، رفته داشتم. این چیزه در واقع معادل برگردان این چیزه که اساسا غلطه تو فارسی در واقع این ساخت در واقع داشتن، این فعل کمکی داشتن در زبان فارسی خیلی جدیده، جوانه برای این ساخت. یعنی اینکه سابقه در واقع تاریخی نداره تو این ساخت. این فعل الان تاثیر در واقع زبانهای اروپایی در ارتباط با ترجمه و برخن وارد شده، ولی این فعل کمکی کامل نیست چون منفی نمیشه. یعنی که رفته ندارم، رفته نداشتم اساسا چیز نیست، یعنی که قابل قبول نیست تو زبان فارسی. توجه میکنی؟ یا اگه بخوایم بگیم دارم نرفتم، داشتم نرفتم، بازم قابل قبول نیست. این فعل تو زبان گیلکی یک ساخت کامل منفی میشه و میتونه از کنم شما در تمام در واقع اشخاص صرف بشه. خب ببین، حالا ما بر اساس در واقع این نشانه ها که یک در واقع بررسی طولانی مدت رو در بر میگیره، زبان گیلکی رو در ارتباط با زبانهای ایرانی میبینیم و این رو ترجمه میکنیم. اگه حرفی دارید بفرمایید که من یا باید ادامه بدم میدم. نه، اگه ادامه بدیم ممنون میشم، چون که ما که محدودیتی نداریم، دوستانم میتونن تشریف ببرن و بعد دوباره برگردن. ببینید چیزی که هست، زبانهای ایرانی رو زبانشناسان به حسب در واقع مدارکی که از زبانهای ایرانی باقی مونده یک در واقع دوربندی میکنند. یک دوره در واقع آغازین زبانهای ایرانی مربوط میشه به مدارکی که از زبان دوره هخامنشیان باقی مونده. این یعنی که فاصله 660 قبل از میلاد تا 330 در واقع میلادی، 330 قبل از میلاد، یعنی هنگامی که اسکندر اومد ایران رو تسخیر کرد و این چیزا و منحل شد در واقع چیزا. این زبان هم منحل شد بعد از در واقع تسخیر چیز. این زبان نشانه هایی که ازش باقی مونده این در واقع سنگ نوشته هایی است که تو غرب ایران باقی مونده به خط میخیست. اون نشانه این رو از شما خوندن بالاخره در طی ادوار، این خط خونده شد و ازش در واقع زبانی بیرون اومد که این زبان دیگه پس از اون تاریخ، یعنی پس از 330 قبل از میلاد، دیگه هیچ نشانی تو آثار باقی مونده پس از 330 قبل از 330 میلاد وجود نداره. خب یعنی که یک زبانی است مرد قبل از 330 میلادی. این زبان بود جز زبان، این زبان فارسی است، ولی این همزمان زبان اوستایی هم بوده. این زبان اوستایی در اون دوره نوشته نشد. این زبان اوستایی در دوره در واقع ساسانیان نوشته شد، ولی بر اساس در واقع این چیز سینه به سینه، انتقال سینه به سینه،
انتقال سینه به سینه در میان موبدان در زمان ساسانیان منجر به نوشتار در واقع زبان اوستایی شد. زبان اوستایی بر اساس نشانه‌های زبانی که توش هست و به میزان در واقع دامنه گسترده‌تری که نسبت به زبان فارسی باستان داره، از شما یکی از پایه‌هایی است که زبانشناس‌ها بعدها برای ساختن زبان هندو اروپایی که میگن زبان مادری تمام این در واقع ساکنان ایران، هند و غیر از چند کشور در اروپا بقیه در واقع کشورهای اروپایی است. این در واقع زبان اوستایی یکی از منابع مهم در واقع ساختن اون زبان آغازین بوده. این زبان نزدیکی‌های فراوانی با زبان سانسکریت به عنوان قدیمی ترین زبان وجود داره. زبان سانسکریت هم جز زبان‌هایی است که 1100 سال قبل از میلاد مسیح ازش در واقع چیز مونده، متن باقی مونده و نشانه‌های در واقع نوشتاری داره. خب ببینید، ما پس یک دوره باستان زبانی داریم که این دوره باستان زبانی شامل 2 زبان میشه. یکی زبان فارسی باستانه، یکی زبان اوستایی است. تو همین دوره به اساس نشانه‌هایی که متن‌های تاریخی ارائه می‌کنند، یونانی‌ها عمدتاً این از برخی اصطلاحات مادی نیز در آثار تاریخی باقی مونده، ولی از زبان مادی چیزی باقی نمونده. اصطلاحات از زبان سکایی که یک زبان در واقع ایرانی بوده و اینا ساکنان اون سوی دریای کاسپیان بودند و در گیلان نیز مناطقی در اختیار اینها بوده، از زبان اونها هم باز هم اصطلاحاتی، اسامی باقی مونده. این اسامی از کنم شما سکاچای ما یه جایی در واقع باید باشه که قدمتش به ساکن بودن سکایه ها در این منطقه باید برسونه، چون از همونجا در واقع چیز نشأت میگیره. خب حالا شما پس اینجوری حساب بکنید که ما 4 زبان رو میتونیم یک در واقع چیز بکنیم، ازش بررسی تاریخی بکنیم. 2 زبان کاملا در واقع چیز امکان پذیر بررسیشون. 2 زبان فقط نشانه‌هایی باقی مونده. نشانه مثلا باقی موندن نشانه زبان مادی، این زبان مادی دی آغازی نداره، به جای دی ز داره. یعنی که اونجایی که مثلا گیلک ها به داماد میگن زاما، این زاما دقیقا از زبان مادی وارد زبان گیلکی شده، یعنی یه جایی پیوند پیدا میکنه زبان گیلکی به زبان مادی. توجه میکنید؟ خب این میشه دوره باستان. بعد از در واقع حمله اسکندر سال 330 قبل از میلاد، اینا یک در واقع ساختار حکومتی یونانی شکل میگیره و زبان یونانی در واقع گسترش پیدا میکنه. برخی از در واقع مناطق ایران باستان مثل بلخ و این قسمت ها آثاری از در واقع این دوره پیدا شده که به زبان یونانی است. حضورتون که خب سلوکی ها چیزی در 80 سال این حدودا حکومت میکنن. پس از اینها حکومت میفته به دست پارتی ها. پارتی ها زبانی صحبت میکنن که با زبان فارسی باستان و اوستایی اختلافات جدی داره، هم تو واژه‌شناسی هم تو واژگان. زبان پارتی ژ داره که فارسی باستان نداره، ل داره که فارسی باستان نداره. توجه میکنی؟ خب یه جایی در واقع تفاوتی ایجاد میکنه با ساختارهای دستوری. یه بخشی از در واقع ساختارهای دستوری زبان فارسی باستان یا فارسی یا اوستایی تو پارتی دیده نمیشه، یعنی که حذف میشه. زبان به تدریج در این فاصله در حال تغییر بوده. تغییرش آنگونه بوده که اساسا یک زبان محو میشه، مرده میشه. این مردگی زبانها در زبانهای دنیا بسیار سابقه‌منده. مثلا نمونهش تو اروپا لاتینه، لاتین به کل در واقع مرده دیگه، گویشوری نداره. حضورتون که خب حالا ما یه دوره پارتی داریم و از دوره پارتی ساسانی ها داریم. ساسانی ها نیز
اصلا فارسی حرف میزنن که این فارسی با فارسی پارتی اختلافاتی داره ولی نزدیکی‌هایی داره، اختلافاتی داره و فارسی باستان نیز اختلافاتی داره و نزدیکی‌هایی داره. زبانشناسان بر اساس در واقع این شباهت‌ها و تفاوت‌ها میگن ادامه منطقی زبان فارسی باستان فارسی میانی دوره ساسانی است. در دوره ساسانی، در دوره در واقع میانه که این دوره رو تا قبل از در واقع اسلام در ایران این دوره رو میانه به حساب میارن، اون دوره رو تا قبل از در واقع حمله اسکندر دوره باستان به حساب میارن، زبانهای باستانی، زبانهای میانی. در این دوره نیز آثاری پیدا شده از کنید شما از مانوی ها، از کنید شما که اینا فارسی های متفاوتی رو ترفانیه بهش میگن، یا از زرتشتی ها فارسی میانی زرتشتی و همچنین آثاری از زبان های دیگه نیز در این دوره غیر از این دو زبان در واقع ایرانی باستانی دیده میشه که خب یکیش زبان پهلوی بوده. از زبان پهلوی که ریشه نمیبره به اوستایی و هیچ در واقع چیزی باقی نمونده دوره باستانش، نمیشه هیچ در واقع نشان شناسی داشت از دوره باستان زبان پهلوی. ولی این زبانهای مثل خوارزمی میاد، مثل سغدی میاد، اینا ازشون مدرک وجود داره ولی ازشون هیچ گونه در واقع چیز مدرک از دوره باستانشون وجود نداره. اینها جز زبانهایی است که در دوره میانه وجود داره. اختلافاتی با زبان ساسانی و پارتی دارن، اینها رو جز زبانهای شرقی دسته‌بندی میکنن و پارتی و میانه رو جز زبانهای غربی دسته‌بندی میکنن تا اختلافاتی که وجود داره. خب ما هیچ زبان در واقع امروزینی که در ایران رایجه مثل کردی، مثل بلوچی، مثل گیلکی، تالشی، تبری، از شما لارستانی، گمزاری و غیر و ذالک ازشون هیچ نشانه در واقع سندی باقی نمونده از دوره میانی. توجه میکنی؟ یعنی که ما از هیچ زبان که در ایران در واقع با اون گفتگو میشه و 76 زبانه هیچ نشانی در واقع چیز نداریم، نه از دوره میانه داریم نه از دوره باستانی داریم. ولی به حسب در واقع همین نشانه هایی که در زبان هایی که الان در ایران گویشور داره اومدن زبانشناسی بررسی کردن، این رو به حسب در واقع اون دستگاه و تفاوت ها و شباهت های اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن، دیدند که یک دسته از زبانها اینها با همدیگه شباهت فراوانی دارند و تفاوت فراوانی با زبانهای دیگه دارند. از اون جمله مثلا زبانهایی که از کنم خدمت شما برخی از ویژگی‌های آوایی زبان پهلوی درشون باقی مونده، مثل کردی، تالشی، تبری، تاتی، از کنم شما زازاکی و بلوچی، با توجه اینکه بلوچستان خیلی دورتر از ما قرار داره، اینها جز زبانهای غربی شمالی دسته‌بندی کردند. یه دسته از زبانها مثل فارسی کنونی و زبانهای مرکزی ایران و زبانهای مثل لارستانی و گمزاری و از کنم شما بختیاری و غیر و ذالک رو اینا رو جز زبانهای غربی جنوبی دسته‌بندی کردن. اینا اختلافاتی دارن. من در چند کتابی که نوشتم این اختلافات رو در واقع توضیح دادم و در برخی از مقالات من که تو اینترنت هم وجود داره به این در واقع مباحث پرداختم که چرا گیلکی اساساً تو گروه بندی زبان فارسی قرار نداره و برخی از دوستان بدون مطالعه کم لطفی میکنند گونه‌ای از زبان فارسی اینو به حساب میارن، لهجه‌ای از زبان فارسی به حساب میارن یا گویشی از زبان فارسی به حساب میارن. اساساً ما با زبان فارسی یک تبار مشترک ایرانی داریم ولی اختلافات جدی تاریخی داریم تو حوزه واژه‌شناسی، تو حوزه آوایی، تو حوزه واژگانی، توجه میکنی، تو حوزه صرف و نحو. خب هستم در اختیار. بزرگواریم، خیلی ممنون. خیلی بنده که چیزی یاد گرفتم. اگه امکان داره مسعود خان یه بخش بندی هم در مورد خود گویش های زبان گیلکی در محدوده سرزمین گیلان بفرمایید که چند گویش اصلی که صحبت میشه این زبان کدام ها هست؟
ببین ما در حوزه در واقع زبان گیلکی خب یک سری پژوهش هایی داریم که این پژوهش ها از خدمت شما گفتم، مثلا آقای دانیل استیلو یک در واقع پروفسور زبانشناس آمریکایی است که تو دهه 50 چند سال تو ایران هم درس خوند هم زندگی کرد. ایشون در ایرانیکا جلد دهم مدخل در واقع زبان گیلکی رو ایشون نوشته. این از کن شما خب ایشون معتقد به این هستن که از کن شما گونه های دو گونه در واقع اصلی زبان گیلکی رو شرق و غرب و گونه گالیشی رو در واقع چیز کردن. من نیز و دیگران هم این کار کردن. من نیز این در واقع چیز کلی رو من الان در حال در واقع نوشتن یه مدخلم برای دانشنامه از شما بزرگ اسلامی در ارتباط با زبان گیلکی از شروع کردم نوشتن. در اونجا در واقع آوردم که گیلان به لحاظ در واقع تاریخی این گونه‌های زبانی ناشی از مرز جغرافیایی است که سپیدرود ایجاد کرده. سپیدرود غیر از این که دو تا حکومت جداگانه ایجاد کرد، دو تا دین جداگانه رو در واقع چیز کرد، دامن زد این سوی و اون سویش، توجه میکنی دو تا در واقع گونه زبانی رو هم شکل داد. البته شرق گیلان در مناطق کوهستانی چون قدمت در واقع مناطق کوهستانی بیشتر از مناطق جلگی در گیلان، یعنی کوهستان نشین های شرق گیلان قدیمی ترین در واقع ساکنان گیلان زمینند. اونها در ارتباط با از شما زبان گیلکی ساختاری دارند، البته متنوع، گویش ها و لهجه هایی هم هست. توجه میکنید یعنی که از اسپلی از سیاکل شروع کنیم بریم تا بالای سماموس تا اشکور تا املش و این چیزا تفاوت های بیشتر از لهجه دیده میشه، تفاوت های گویشی دیده میشه. توجه میکنید خب اونا نیز اختلافاتی با گویشی که تو مناطق جلگه‌ای شرق گیلان هست وجود داره. پس در نتیجه ما میتونیم در یک در واقع دستبندی کلی بگیم گونه غربی این سوی سپیدرود، گونه شرقی اون سوی سپیدرود و زبان کوهستان نشین های در واقع شرق گیلان که به گالشی معروفه. گالش ها قوم در واقع چوپان و کوچنده مناطق کوهستانی گیلان بودن. خب حضور اول، ولی من معتقدم حالا غیر از من این در واقع چیز رو اومدم به حسب تفاوت هایی که مابین لهجه و گویشه این رو به 6 در واقع دسته تقسیم کردم. من معتقدم به این که ما ببینید در رشت گویشی که در رشت در واقع چیزه رایجه، گویش رشتی اصیل. گویش رشتی اصیل تفاوت‌هایی با گویش خمامی انزلی نمیدونم فومن سومسرا و کوهستان داره. توجه میکنی اولا که رشتی ها برای در واقع ساختار یک فعل یک ساختار مفرد داره، یک ساختار جمع داره. ساختار مفرد 3 شخص داره، ساختار جمع 3 شخص داره. برای دوم شخص جمع و سوم شخص جمع یک ساختار دارند. شما بخور دیدی، اوشن بخور دیدی، هر دوتا رو یک جور تلفظ. یعنی کسی که اگه در واقع بخواد بشنوه و بخوانه این رو باید حدس بزنه. اگر شما نباشه، اگر اوشان نباشه، این بخور دیدی نمیتونه مشخص بکنه که دوم شخص جمعه یا سوم شخص جمعه. ولی ما برای در واقع همه اشخاص داریم که شما بخور دیدی، اوشان بخور دده، خمامی بگیم. توجه میکنی حضور انورت که در فومنات و نواحی چیز آبکنات یک جوری دیگه ای در واقع چیز میشه، تلفظ میشه. خب من معتقد بین هستم که تو غرب گیلان گیلکی رشت گونه گویشی است. مثلا همون ماضی نقلی که من گفتم تو رشتی ها اصلا کارکرد نداره. توجه میکنی حضورتون که خب گونه رشتی میشه یه گونه مرکزی میشه. حالا این رو بازم تفاوت ها زیاده ولی
دیگه من این رو اینجوری در واقع تقسیم بندی کردم. این گونه مرکزی شامل یعنی که از رضوان شهر بخش گیلکیش میاد همینجوری تمام منطقه در واقع انزلی آب کنار رو در بر میگیره، میاد از شما خان در بر میگیره، میره کوش اصفهان در بر میگیره. لشتینیشا در واقع مابین دو تا مرز زبانی وایستاده. خب و سنگر رو در بر میگیره، همینجوری از خدمت شما سنگر. خب یه زبان در واقع یه چیز داریم غرب گیلان داریم، یعنی اون چیزی که در فومن صحبت میشه و بخشن تو سومسرا هم بیششه، ما نداریم این نوع در واقع صرف فعل رو تو فومن. وقتی که از کنن شما هی هایی که ما در گیلکی حذف میکنیم اونجا تبدیل به خ میشه. ما میگیم بهتر رو میگیم بهتر، اونا میگن بهتر. توجه میکنی؟ یا ما میگیم وحشتن، اونا میگن وحشتن. حضور اولت یعنی تفاوت آوایی داریم، تفاوت صرفی داریم در فومنی. این از کنم شما برای در واقع زمان حال در جریان که ما میگیم که خوردن دارم، میگه کرا خورم، یعنی که اساسا ساختار دیگری داره. خب اونم میشه یک در واقع گونه تو این طبقه بندی. یک در واقع طبقه بندی وجود داره که از قسمت سراوان به اون طرف شکل میگیره، میره گیلک زبانهای منطقه رستم آباد و نمیدونم توتکابون و میره تا رودبار. این بخش چون زبان سنتی و تاریخیشون تاتی بوده، عملا سیطره زبان گیلکی این زبان تاتی رو دوچار عقب نشینی کرده. یه بخشی از در واقع گیلکی شکل گرفته که توش عناصر تاتی هم وجود داره، ولی عقب نشینی وسیع زبان تاتی است تو بخشی. همچنان 26 ده یا بیشتر به زبان تاتی حرف میزنن، تاتی که توش از کنان شما جز یکی از زبانهای بومی گیلانه. گیلان 3 زبان بومی داره، یک زبان گیلکیه، یک زبان تالیشیه، یک زبان تاتیه. حوزه در واقع گفتگوی زبان تاتی تو مناطق جنوب گیلان، یعنی تو منطقه رودبار، منجیل، لوشان، تو برخی از روستاها است. چون تو مناطق در واقع رودبار، لوشان، غیر از در واقع زبان بومی تاتی، ما یک در واقع چند زبان کوچورزان در واقع ایرانی داریم که 300-400 ساله که قدمت سکونت تو منطقه در واقع امالو و نمیدونم جاهای دیگه دارن. یه بخشیشون کرد کرمانجان، یه بخشیشون لک شکینی هند که تو منطقه منجیل و لوشان یک در واقع چند دهی در اونجا ساکنن. خب ما از خدمت شما پس یک گونه در واقع رشتید شکل میگیره، یک گونه مرکزی و یک گونه غرب گیلان، این 3 گونه. و میریم ما به طرف در واقع شهر. ما حالا لشتینشا با ویژگی های بیشترش ویژگی در واقع شرق گیلانیه، ولی عناصر در واقع غرب زبانیه. میگم غرب گیلان درش وجود داره. از در واقع حسن کیاده و این قسمت زیبا کنار بهش میگن، از این قسمت اگه بریم به سمت کیاشهر. آره کیاشهر. از اینجا بریم آستانه لایجان لنگود رودسر تا کلاچای و اون قسمت چابکسر و حتی بخشای از در واقع رامسر. یه در واقع تو جلگه زبانی رایجه که این زبان تفاوت داره با زبانی که تو مناطق کوهستانی همین در واقع کوهستان‌های همجوار این مناطق وجود داره. من خب اونم به یک در واقع گونه تبدیل میکنم. اختلافاتی وجود داره ما بین اینها، اختلافات لهجه‌ای است، ولی اختلافات ما بین این در واقع لهجه ها با مناطق کوهستانی اختلافات در واقع گویشی است. توجه میکنی؟ حضورتون که مثلا از خواهدان شما سیاهکلی اساساً تفاوت بسیار در واقع بارزی پیدا میکنه با هم لاهیجانی هم با اشکوری. یعنی این منطقه در واقع آغاز دیلمان خودش یک گونه زبانی است که سیاهکل رو در بر میگیره، میره بالا بعد، ولی وقتی که در بالا
و در امتداد کوهها و جنگلها به سمت در واقع املش به سمت اشکور میره، اونجا گونه زبانی دیگری به نام اشکوری میتونه شکل بگیره که میشه 6 گونه زبانی. خب اینا با هم دیگه اختلافاتی دارند ولی با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارند. برخی اوقات این گونه است که این تو یک پیوستار باید زبان گیلکی بدید. وقتی که از رزوان شهر شروع میکنیم میریم تا اشکورات، توجه میکنیم اینور با اونور میتونه اختلاف خیلی جدی وجود داشته باشه چون یک پیوستاره. توجه میکنیم اینجا شما برخی اوقات میتونید شما اصلا گونه گویشی اشکوری رو در یک مکالمه با یک اشکوری نفهمید. اصلا موضوع کار تو زبانشناسی اینجوریه، وقتی دو نفر در هنگام گفتگو با دو تا در واقع نوع گفتگو با دو نوع گفتار با هم دیگه صحبت میکنن، هم دیگه رو نفهمن، میگن که دو تا زبانه. توجه میکنی؟ ولی خب این بحث من میتونم بگم که خب میتونم اشکوری رو بفهمم با مشکلاتی، ولی خیلی از دوستان من که ساکن رشتند و انزلیوند و این چیزا و حتی نمیتونن لایجانی رو هم بفهمن. توجه میکنی؟ بستگی به این داره که آدم چقدر بشنوه، چقدر در واقع ارتباط داشته باشه و اینا. حالا این در واقع تقسیمات تو تقسیم کردن گونه های زبان گیلکی وجود داره. این گونه های زبان گیلکی هم خودش محصول تاریخ گیلانه. تاریخ گیلان برخلاف تصور ما تاریخ اونچندان در واقع آرامی نیست، تاریخ پر از تشنجه. ما 250 سال در مناطق شرقی گیلان کیاییان حکومت کردن. در این منطقه هم در منطقه غربی نیز در دوره صفویه مثلا 9 تا 12 تا امیرنشین کوچک وجود داشته. اختلافات خیلی جدیه. اختلاف مذهبی مثلا جدیترین اختلاف ما بین شرق و غرب گیلان. تو شرق گیلان 4 شیعه 4 امامی زیدی هستند. اینجا شما حنبلی و شافعی هستند. توجه میکنی؟ حضورتون خود شافعی و حنبلی هم با هم دیگه اختلاف دارند، یعنی که این گونه نیست. بعد به اضافه این که طبیعت گیلان بارندگی های فراوان و راه های در واقع گلالود که به قول یکی از این در واقع سفرنامه نویس های دوران در واقع قاجار میگفت که راه رشت تو منطقه در واقع امامزاده هاشم میگفت جهنم در است. میگفت که این درهایی که اونجاست، این راه آدم پرت بکنه پرت به در واقع جهنم کرده. این راه اونگونه بوده که در برخی از مناطق در برخی از در واقع فصلهای سال و اسبها تا نزدیک در واقع بالای زانو، بالای حتی کل در واقع دست و پا میرفتن تو گل. تو گیلان یک هفته اگه به راه ها نمی رسیدن که نمیتونستن هم برسن، پر از در واقع شوندکله میشد، پر از خارزارها میشد. توجه میکنی؟ ما همین الان هم میبینیم روی در واقع شیروانی های ما اگه چیز نکنیم درخت انجیر در واقع اونجا میرویه. خب این هوای رطوبتی، بارندگی زیاد رفت آمدها رو محدود میکرد. اساساً یکی از در واقع عوامل موندگاری این گونه ها و زبان گیلکی به خاطر نداشتن رفت آمد، نه ما بین خودشون نه ما بین ملیت های دیگه است هستن. خب مرسی مسعود خان. چه اتفاقی افتاد که این زبان به قدر کافی نوشته نشد در طول این قرون؟ وجود که ببین اصلا تو فقط گیلان نیست که این اتفاق افتاده. این اساساً یکی از در واقع بحث ها حرف میاره اینجاست. ببین اتفاقی که در دوران صفاری ها افتاد، یعقوب لیث صفاری به طرف گفت تو حرفی که میزنی نمیفهمم رو برای چی میزنی؟ توجه میکنی؟ اونگونه حرف بزن که من بفهمم. و این آغاز در واقع فارسی گرایی بعد از اسلام شد. ببین اساساً زبانها، مکتوبات زبانی تو در واقع خاندانهای حکومتی شکل میگرفت.
و در درون خاندانهای حکومتی یک طبقه در واقع چیز وجود داشت، قدیمی تبار و در واقع مالمند، به نام دبیران، که اینا فقط اینا بودند که آشنا به نوشتارهای مختلف بودند. از جالبه که در دوره ساسانی این طبقه واقعا به مثابه یک در واقع چیزن، طبقند، یعنی که در درون خودشون نگه میدارن این رو و مانع از در واقع این میشن که خاندانهای دیگه دسترسی پیدا بکنن به در واقع راز رمز نوشتن. خب تو دوره صفاریان هم وقتی که بعد صفاریان و از صفاریان به بعد نیست، خاندانهای در واقع دبیران دوران باستانی ایرانند که این باقی مونده اینها وارد در واقع حکومت میشن و ساختار در واقع نوشتاری زبان فارسی نوین رو اینا سازماندهی میکنن. خب ببینید اساساً نوشتار در واقع به زبان فارسی تو زبانهای در واقع ایرانی به ندرت اتفاق افتاده. تو از کنم شما مازندرانی تو دوره پس از اسلام وجود داره، ترجمه میگن که تو گیلکی وجود داشت. تو گیلکی این تفاسیر قرآنی که زیدی های گیلان نوشتن، زیدی های گیلان از قرن سوم تو گیلان در واقع ساکن شدن و اولین جایی هم که ساکن شدن هوسم رودسر در واقع کونه نیست و اینها از شما تفاسیری از قرآن دارن که بعدها نوشته شده، تو قرن ششم فکر کنم هفتم نوشته شده که الان یواش یواش داره در واقع چیز میشه. خب این در واقع تنها این تفاسیر تنها در واقع نسخه است از در واقع گیلکی نویسی که ما تو گیلان داریم. ما ببینیم چیزی که هست اینه که تو گیلان به خاطر این در واقع ساختار قدرت که ساختار در واقع طایفه ها بود و قدرت های پراکنده بود، یک در واقع تمرکزی ایجاد نکرد برای دسترسی به یک در واقع سرمایه مالی در درون قدرت. توجه میکنی؟ یک تصاحب کردن مازاد. توجه میکنی؟ تنها در واقع کسی که تو ساختار قدرت در واقع شرق گیلان که قدرتمندترین قدرت در گیلان بوده، تا رانکوه میرفتند و تو منطقه در واقع چیز طالقان و این چیزا رو داشتن، تا تارون هم میرفتند و این چیزا. حضورتون خاندان کیایی تنها کسی که در واقع چیز بوده خان احمد گیلانی بوده. خان احمد یک در واقع دولت متمولی داشت و یک جایی نیست این آدم به بخشی از در واقع تو حوزه ادبیات و تو حوزه علم، پزشکی و غیره و ذالک تونست کارهایی رو انجام بده، ولی متاسفانه در ارتباط با نوشتن به زبان گیلکی هیچ کدام از خاندانهای حاکم بر گیلان چیز نکردند، یعنی که نیومدن به زبان گیلکی نوشتن رو در واقع چیز بکنن. ما متاسفانه اساسا هیچ مدرکی نداریم تا دوره در واقع مشروطیت. در دوره مشروطیت که یک در واقع چیزی که هست اینه که فکر میکنم اون انجمن در واقع مسیحیت که کتاب انجیل رو، بخشای از انجیل رو به زبان گیلکی نوشته، ولی اولین در واقع کار شعر گیلکی کسمایی تو نشریه جنگل در دوران نهضت جنگل در گیلان. این تو اصلا شما مناطق دیگر ایران هم ما با در واقع کمبود منابع در ارتباط با زبانهای در واقع بومی ایرانی روبوریم. تو زبانهای در واقع چیز با این خط در واقع خط جدید فارسی که از عربی و آرامی است، این با این خط تو چیز از تو کردی هست، یک در واقع چند در واقع کاری هست. من فکر نمی کنم تو زبانهای دیگه نشانه‌های باقی مانده. این یک در واقع ویژگی ایرانیه که زبان فارسی سلطه و سیادت بسیار قوی داشت و این سیادت
کسایی رو که هم تو حوزه در واقع یه ادبیات بودن ولی زبان مادریشون گونه دیگه بود، به سمت در واقع سرودن به زبان فارسی سوق داد. چرا؟ اینکه این سرودها اگه قرار بود تبدیل به کتاب بشه بدون حمایت خاندان‌های حکومتگر امکان پذیر نبود. توجه میکنی؟ پس برای اینکه بتونه در واقع باقی بمونه، نشانی از در واقع شاعرش باقی بذاره که این علاقه‌مندی در شاعرش وجود داشت، به زبان فارسی گفت که بتونه حمایت مالی دولت مرکزی رو برای در واقع چی نوشتن به زبان فارسی اشعارش رو امکان پذیر بکنه. من دیدم که دوستان یکی نوشته بود که در مورد آینده زبان گیلکی چشم، اونم میگه. بله مرسی. اگه اجازه بدین ما برگردیم از ابتدای زندگی آشوپور شروع کنیم. فکر کنم دهه به دهه با خود در واقع زندگی آشوپور که جلو بیایم، سیر در واقع افول زبان گیلکی هم میتونیم تو همین سالها دنبال کنیم، یعنی یه الگوی خوبی بشه برای اینکه وضع زبان گیلکی رو هم دنبال کنیم. در سال 1296 یعنی در دوره اواخر دوره قاجار که آشوپور به دنیا میاد در اون شهر، یه تصویری به اون بدین که در اون زمان گیلکی چه وضعی داشت، چقدر گویشور داشت، چقدر سعی میکردن به گیلکی صحبت نکنن، اینو زبان دیگرشون قرار بدن مثل دهه‌های بعد. ببین من متاسفانه 30 سال بعدش به دنیا آمدم یا شاید بیشتر، متولد 1332 حضورت که بر اساس کنجکاوی های من در ارتباط با جنبش جنگل و جمهوری سوسیالیستی که شکل گرفت بعد اون در جنبش جنگل، برخی از در واقع اسناد مربوط به این دوره رو هم نگاه کردم، ولی این چیزی که هست اساساً تو حوزه در واقع نوشتاری جنبش جنگل یک در واقع چیز داشت، یک نشریه داشت که 30 خرداد شماره چاپ شد که و توش یک عده‌ای می نوشتن غیر از در واقع یا کسمایی کسی دیگری به زبان گیلکی مطلبی ننوشته. من نمیدونم، شاید اشتباه بکنم، ولی تا اونجایی که حافظم یاری میکنه اساسا موضوع کارشون قرار نگرفت، وارد این حوزه نشدن. جنبش جنگل فرصت این رو نداشت که وارد حوزه‌های مختلف بشه، از اون جمله در حوزه در واقع هنر، ادبیات. علی‌رغم این که طرفداران زیادی از نهضت جنگل پس از در واقع پایان نهضت جنگل و آرام شدن اوضاع تو این حوزه فعال بودن، مثل آقای سرتیپور، مثل آقای میرفخرایی. توجه میکنی؟ و خب با وجود در واقع چیز ما متاسفانه در دوره حضور نهضت جنگل این در واقع چیز رو نمی‌بینیم. این شاید ناشی از این بشه که جنگل یک در واقع چیز پر آشوب و پرتشنجی بوده. جنبش جنگل در دوره‌های 7 ساله خودش و اساساً فرصت این رو نداشت که بخواد یک دوره آرامش و استقراریابی رو دنبال بکنه و بتونه نهادسازی بکنه. غیر از نهاد در واقع مبارزه جویی اساساً وارد حوزه‌های دیگر در واقع چیز نشد. یعنی که ما تو جنبش جنگل خیلی از در واقع مسائل رو میبینیم بهش پرداخت نشد اساساً. توجه میکنی؟ مناسبات ارباب رایتی تو گیلان در جنبش جنگل موضوع کار قرار نگرفت، شاید فقط گفتگویی رو دامن زد. یک عده‌ای که بولشویک‌ها بودند مایل بودند که این موضوع در واقع یه چیز کارشون و عرصه در واقع فعالیتشون بشه، ولی خب عملا نشد. توجه میکنی؟ متاسفانه هنگامی که آقای اشرپور کودکی و از کنم خدمت شما که در دوران جنگل طی می‌کرد، ما
در این دوران علیرغم این که با یک در واقع جنبشی در واقع جنبش نوعی چیز بودیم، آشنا شدیم، ولی توضیح در واقع زبان گیلکی یادگارهایی اونچندانی نداریم. خب بررسی ما در واقع من اینجوری بگم، حالا کوتاه تر بکنم که زیادم وقت در واقع دوستان نگم. من تو دهه 30 متولد شدم. تو همین دهه عرض کنم خدمت شما رفتم مدرسه. ببینید تو دهه 30 ما تا قبل از رفتن به مدرسه اصلا زبان فارسی رو نمیدونستیم، چون اساسا تو محلهای سکونت ما کسی به فارسی صحبت نکرد، کسی با فارسی صحبت نمی کرد. فارسی جزء در واقع زبان اداری و دولتی بود و تو مدارس در واقع چیز می شد. یعنی که همه امور مردم تو دوران در واقع دهه 30 که من دوره کودکی و مدرسه رفتن من، همه امور مردم به زبان گیلکی انجام می شد. همه امور مردم، یعنی که از عشق‌ورزیشون تا معاملهشون تا عرض شما روابط کاریشون و خیره و ذالک. توجه میکنی؟ یعنی شما به هیچ وجه با فارسی به مثابه یک زبان تو حوزه‌های تو زندگی روزمره مردم سر کار نداشتید. حالا بعدها یواش یواش اومدیم، مثلا فرض این که برخی از این طبقه متوسط متمایل به در واقع متفاوت ظاهر شدن به بچه هاشون بعدها تو دهه 40 مثلا، حالا من یک نمونه رو که تو ذهنم اومد بگم. یکی تو خاربار فروشی بود که منم بودم توش، برای پسرش که بهانه گرفته بود این اصلا آلبالو خرید. بهش گفت که هستش نخوری فلانی. گفت چی بابا توش که؟ یعنی که واکنش هم میتونست اینجوری باشه، یعنی که تا مدتها این در واقع زبان تمام روزمرگی و تمام در واقع فعالیت اجتماعی گیلک ها بوده. یعنی که تو دهه در واقع 40 هم این در واقع یه چیز وجود داشت. خب ببینید شما ما در ارتباط با دهه در واقع 20 که آقای آشپور یک در واقع اقدام بسیار در واقع نوجویانی میکنه که تو حوزه زبان گیلکی موندگار شده، اون اینه که ایشون میاد به زبانی که تو مناطق محدودی از در واقع ایران رایجه و قابل فهمه، توجه میکنید، این زبان رو باش ترانه میخونه تو در واقع رادیویی که به مقیاس کل ایران پخش میشه. یعنی که این نوآوری است. حتی آقای آشپور اولین کس نبود، اون آقای موینی فکر میکنم یا حجت نمیدونم چیز، یک آدمی بوده که به زبان کردی قبل از آقای آشپور تو رادیو شروع کرد خوندن، ولی آقای آشپور اولین در واقع ترانه‌خوان به زبان گیلکی است. جالبه. من این در واقع چیزا رو که داشتم آقای آشپور خاطراتش رو گوش میکردم، گفت که هنگامی که تو دانشکده کشاورزی وقتی که به در واقع تشویق دوستانش اومد ترانه خوانی کرد، چند تا از در واقع دانشجوی گیلک بهش گفتن این که تو آبروی ما رو بردی. یعنی که یه جایی مثل که برای خیلی ها هنوز بیرون از حوزه گیلکی صحبت کردن جز افتخار به حساب نمی اومد. یعنی که این خب مسئول در واقع شرایط اجتماعی است. یعنی که اون در واقع ناسیونالیسمی که از دوران رضا شاه شکل گرفت و تقویت فارسی گرایی، توجه میکنی، خب این تقویت یک جایی در واقع تو این نقل قول نشون از این میده که گویا که در اون دوره این مسئله تحقیر ملیت های دیگه توسط فارسی زبان ها وجود داشته که یک عده‌ای احساس تحقیر کردند. توجه میکنی؟ خب این یک مسئله بوده که شکل گرفت بالاخره. حضورت که خب آقای آشپور از کنم خدمت شما تو عرصه در واقع رسانه های عمومی اولین
این در واقع آدمی است که زبان گیلکی رو در واقع چارچوب ترانه‌های شاد سرزنده به در واقع غیر گیلکا ارائه میده و گیلکا نیز ازش بهره میبرند. این یک در واقع چیز بسیار نوجویانه است، اتفاق بسیار جالبی است. ولی این اتفاق اگه از منظر در واقع چیز بکنیم، اون چندان در واقع نتونست تو حوزه های تاثیرگذار باشه. ببینید اساسا تو حوزه دانشگاهی ما خیلی دیر به سراغ در واقع رشته های اینچونی رفتیم. یعنی که این تو دهه 40 اتفاق افتاد، زبانشناسی شکل گرفت تو چیز. با وجود این که خب تو دهه 20 هم آدمای معروفی تو این حوزه بودن، مثل دکتر کیا، مثل دکتر مقدم، توجه میکنی؟ ولی متاسفانه خب این حوزه اونچندان در واقع در دانشگاه ها و در مراکز پژوهشی جا نداشتن و رفته تبدیل به در واقع چیز شدن، یعنی که یک موضوع پژوهشی مطالعاتی شدن و ژانر در واقع دانشگاهی شدند. هستم در خدمت. مرسی. قربون شما. مسعود خان، این خاطره‌ای که نقل کردین از آشورپور در دانشکده کشاورزی کرج، خب خیلی سرش، یعنی خیلی نقل قول شده این خاطره. به نظر شما و خب اهمیت هم داره، به نظر شما گیلک هایی که به آشورپور در اون زمان اعتراض میکردن، حتی شما فرمودید خیلی کوتاه که شاید تحت تاثیر اون ناسیونالیسمی بودن که در اواخر دوره رضاشاهی دیگه تبلیغاتش کامل شده بود، اینا جزو جامعه فرهیختگان گیلک بودن، یه دانشگاهی بودن. یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت کنید. این اعتراض چقدر دامنه دار بود در خود جامعه گیلان، یعنی خود جامعه گیلان چقدر احساس، نمیگم حالا شرمساری میکردن از گویش گیلکی، به زبان آوردن گیلکی در بیرون از گیلان، ولی چه حالی داشتن نسبت به زبان خودشون؟ یعنی چقدر ریشه اجتماعی داشت این مسئله؟ ببینید مسئله رو من متاسفانه به صورت در واقع یک مسئله که موضوع کار یک در واقع من باشه یا یکی دیگری شده و باید بهش مراجعه بکنم، متاسفانه دنبال نکردم. توجه میکنید؟ نمیدونم تو اون در واقع فضا این بخش از گیلکان تو در واقع فضای بیگانه تر از محیط در واقع گویشورزی خودشون چرا احساس حقارت میکردن، چرا احساس از شما کوچکی میکردن، این رو من اساسا نتونستم در واقع دنبال بکنم. منابعی هم متاسفانه وجود نداره، ولی بر اساس مطالعات در واقع جامعه شناختی و تاریخی میشه در واقع حدس زد که خب یک در واقع چیز جدی وجود داره تو محافل، یعنی که محافل دانشگاهی هم بالاخره یه بخشی از در واقع چیزش و میدانهای تاثیرش میدانهای تاثیر عمومی است. توجه میکنی؟ جز این که یه طرف بره در واقع شروع کنه به مطالعات و این حرفا، از حیطه نفوذ میدانهای در واقع عمومی بیرون بیاد. توجه میکنی؟ خب این در واقع جامعه دانشگاهی این بخش احتمالاً تو حیطه در واقع نفوذ میدانهای در واقع عمومی بودند که این چونینی تغییر میکردند و اون در واقع گویشورز زبانهای دیگه جرأت نمیکرد به زبان خودش چه بکنه، حرف بزنه، و یا اینکه سعی میکرد به گونه‌ای فارسی حرف بزنه که لهجه در واقع غیر فارسیش آشکار نشه. این بعدها ما مثلا در یک تجربه فعلی خودم، من مثلا رفته بودم تو یکی از این در واقع کلاس‌های که آموزش تئاتر میداد این چیزا، خب به من گفت که یک قطعه رو اجرا کن. من یک قطعه رو اجرا کردم. گفت نه متاسفیم. گفتم برای چی متاسفی؟ گفت برای اینکه تو لهجه در واقع فارسی نیست، شمالی به طور جدی تو در واقع ادای کلمات. خب این درسته. توجه میکنی؟ یعنی که خب این چیز در واقع تبعیض وجود داشت. از جالبه اگه یه نقبی بزنیم به سمت
زنده یاد آشپور. ببین یکی از ویژگی های در واقع کارهای آشپور رو وقتی که من مخاطب ارتباط برقرارش کنم، یک ارتباط بین‌متنی باش برقرار کنم، اینگونه در واقع من درک میکنم که آشپور در ارتباط با تبعیض نیز تو حوزه ترانه‌سرایی بسیار در واقع پیشروانه عمل کرده. هنگامی که این در واقع ترانه من بجارکاری نکنم مره اوهای مار اوهای مار، از جالبه اگه این نگاه بکنیم به لحاظ ساختار موضوعی به یک در واقع ساختاری این مورد توجه قرار میگه برای در واقع شاعرش. نمیدونم آقای آشپور بوده یا کس دیگه بوده، احتمالاً آقای آشپور بوده. آشپور. بله اگه اشتباه نکنم خودش. آره جالبه. این اساسا به یه چیز با وجود اینکه تو روستا داره اتفاق میفته چون بجارکاریه، ولی اصلا به مناسبات در واقع یه چیز کار نداره، ارباب رعیتی کار نداره. به یک در واقع تبعیض که به مقیاس جامعه خودشون نشون میده یه توجه داره. و اون تبعیض نابرابری تو روابط مابین انسان ها در درون خانه است. یعنی که سلطه بلامانع در واقع والدین بر اطفال و تصمیم گیری در مورد در واقع سرنوشتشون. یعنی دختر یک در واقع چیز جدی است، اعتراضی است. توجه میکنی؟ میگه من مشارکت نمیکنم. مادرش میگه که حالا بیا بکن، من بالاخره برای تو فلان چیز میخرم، نمیدونم جهازی رو میخرم. اینه که نشوندن خیلی جالبه. این از این نظر شما وقتی که نگاه میکنید میبینید آشپور هم به این مسئله توجه داشت. یعنی که تو حوزه‌های مختلف تو کارهای در واقع دیگرش نیست این در واقع تبعیض رو موضوع کار خودش قرار داده. نشون میده که در درونش یک در واقع چیزی وجود داره که این مسئله در واقع فکریشه که میتونه تو کار در واقع هنریش به مثابه یک پدیده هنری حضور پیدا کنه. خب این در واقع تبعیض تو حوزه‌های مختلف وجود داره. توجه میکنی؟ تو حوزه در واقع گویشوران غیر فارسی تو مناطقی از ایران مخصوصا مرکز ایران خب میتونه همراه با تحقیرها و یا اصلا توهین‌هایی باشه. توجه میکنی؟ این میتونه باشه. یعنی که ما به لحاظ تاریخی این در واقع چیز ناسیونالیسمی که در دوره رضا شاه در واقع شکل گرفت، رسمیت بخشیده شد و دامنه پیدا کرد، این در واقع ناسیونالیسم باید این گونه در واقع چیزی رو هم افکاری رو در سطح جامعه در واقع دامن است. بفرمایید. خب با توضیحی که شما فرمودید، با اون مثال شخصی که خواسته فرمودید، به نتیجه میرسیم که در زمانی که آشورپور تولید آثارش اتفاق میافتاد و به گیلکی میخوند، در اون زمان از دست رفتن زبان گیلکی و نابود شدنش خیلی موضوعیت نداشته دیگه. اینقدر تعداد گویشورانش در گیلان زیاد بوده که این موضوع خیلی مطرح نبوده. حالا آشورپور به نظر شما دلیل این که سعی میکنه فارسی رو کنار گیلکی عرضه کنه، یعنی گیلکی رو با ترجمه خودش عرضه کنه، مخصوصا توی اون قطعاتی که خیلی اهمیت هنری دارن و ارزش بالای موسیقیایی و شعری دارن، قطعاتی که سرتیپور سروده آشورپور فارسیشو میسرایه، چرا این کارو میکنه؟ چرا سعی میکنه گیلکی رو با ترجمهش بخونه؟ آیا مخاطب اصلی که برای خودش قرار میداده فارسی زبان بوده یا یک هدف دیگه داشت؟ حضورت که خب این در واقع سوال باید از خودش میشد. حالا من به عنوان عرض کنم خدمت شما آدمی که عاشق کاراشه، یه جوری در واقع بهش ارادت داره، دارم از این منظر در واقع چیز میکنم. ببین بررسی آثار آشپور یک در هم آمیختگی داره با شخصیت اجتماعی آشپور و زمینه و زمانی که آشپور در اون در واقع زمینه و زمانه حضور داشت و اتفاقاتی که در اون زمینه و زمانه در جامعه ما رخ داد. یعنی که فراموش نکنیم آشپور رو فقط تو حوزه در واقع چیز ترانه ها نمیشه توضیح داد، بلکه در حوزه در واقع
تلاشگریش تو عرصه اجتماعی و دیدگاه سیاسیش. آشپور در سال 22 عضو حزب توده میشه. جالبه. خب عضو حزب توده شدن، حزب توده به عنوان یک حزب بسیار قوی در اون دوره است. توجه میکنی نیروی متنفذی در گیلان داره، بسیار متنفذ تو گیلان، تو میان احزاب دیگه. خب حضور انورت که آشپور بتونه دل بخشی از اون در واقع اعضا رو به دست بیاره، یعنی یه بخشی از در واقع جامعه ما رو به دست آورده. یک در واقع حزب با یک در واقع نیروی بسیار گسترده تو مناطق مختلف ایران. توجه میکنی؟ خب این بالاخره جز این شخصیت اجتماعی آشپور، توجه میکنی اینجاست. دومین نکته ای که در واقع در ارتباط با آشپور باید چیز کرد، آشپور یک در واقع آدم نوجوست. حالا این نوجویی و ناشی از در واقع احتمالا مطالعاتشه، چون بدون مطالعات این آدم نمیرفت طرف یک حزب در واقع چپ. توجه میکنی؟ و در ارتباط با این مطالعاتی که از خدمت شما، از اونجایی که یک در واقع ذوق خواندن درش وجود داره و تو انزلی و غازیان این ذوق رو در یک در واقع مواجهه عمومی هم گذاشته، مورد تشویق قرار گرفته و رفت سراغ در واقع این که این ذوق رو خب باید تقویت بکنه. آدمیه که بدون تردید این آدم در همون در واقع جوانی به جستجوهای نوع در ارتباط با ترانه سرایی و خواندن بوده، چون سراغ در واقع بسیاری از آهنگا میره که این آهنگها از کن شما توسط آقایون روسایی که انزلی کشتیشون لنگر میندازه، یا این که تو دهه 20 اساسا بودن تو گیلان. توجه میکنی اشغال بودی گیلان توسط اینا. خب آشپور با یک در واقع چیز تو زمین و زمانه ای که از شما نوجویی بسیار برای گیلانیا اهمیت داره، مخصوصا گیلانی‌های تحصیل کرده، نوجویی جزء ویژگی‌های شخصیتی آشپور باید به حساب بیاد. یعنی که گرایشش به حزب چپ، گرایشش به سمت آهنگ‌های ریتمیک خارجی، توجه میکنی، و گرایشش به سمت خواندن در از شما سالن‌های عمومی، بعدن تو رادیو، نوجویان است. از جالبه من در کنجکاوی‌هایم روی ترانه‌های آشپور، مثلا بفرضین که شما نگاه بکنید ترانه‌های آشپور رو من اینگونه در واقع تقسیم میکنم به دو دسته کلی، روستایی و شهری. در ارتباط با ترانه‌های روستایی عمدتاً، شهری ها هم همینجوریه، سوژه اصلی ترانه‌ها بر مبنای رابطه انسان با انسان فردیت یافته است. جالب اینجاست، یعنی از عشق حرف میزنه ولی از عشق زمینی حرف میزنه، یعنی یه تفاوت جدی داره. یعنی این آدم تو همون دوره احتمالاً افسانه نیما رو خونده و برخی از در واقع دیدگاه نیما رو باید آشنا باشه که به سراغ عشق میره، برخلاف در واقع سنت عاشقانی حافظ مآبانه یا مولوی مآبانه یا از سنایی مآبانه، خاقانی مآبانه، به سراغ یک عشق زمینی میره. درستی که یک وجه مشترکی هم داره با اون سنت عاشقانه سرایی. اون سنت عاشقانه سرایی اصلا سنت بر مبنای تفکر الهیاتی است، عرفانی است. توجه میکنی؟ بر مبنای جدا شدن در واقع جسم از روحه، به روح پاسخ گفتن جسم اصلا این اونچندان از اهمیت برخوردار نیست که در عشق به سیرابی برسه. توجه میکنی؟ خب آشپور به دنبال یک عشق زمینی است، فردیتی رو اعلام میکنه در این عشق زمینی، ولی موانع این عشق دسترسی پذیر نیست. یک در واقع یک شباهتی داره با عشق در واقع که دسترسی پذیر نیست تو سنت عاشقانه کلاسیک. توجه میکنی؟ ولی دسترسی ناپذیر بودن در واقع عشق در ترانه‌های آشپور ناشی از اون تفکر الهیاتی نیست، بلکه همین توسعه نیافتگی جامعه است و موانع
که از توسعه نیافتگی وارد در واقع دستیاب نشدن در واقع عشق میشه، از اون حرف میزنه. یعنی که یک جایی مناسبات در واقع دیگانی است، یک جایی از کنون شما روابط سلطه در واقع اولیاست، یک جایی این که جامعه ما هنوز در واقع اون جامعه اصلا پیشرفته نیست که بتونه از طریق علم مهار بکنه آسیب‌های طبیعت رو. طبیعت آسیب میرسونه، طبیعت مانع از این میشه. اونجا که میگه دریا طوفان باد و بورانه، توجه میکنید باد بوران و طوفان دریا مانع از این میشه که به عشقش برسه، چون قراره که بره از اون ماهیگیری بکنه، هیچ معلوم نیست این طوفان دریا و اون باد و بوران این رو دوباره در واقع به ساحل برکنه. یه جایی در واقع ما میبینیم که آشپور یک در واقع چیز شخصیت در واقع فکریش مبتنی بر روند تجددگرایی در دهه 20 جامعه ماست. آشپور جز تجددگرایان در واقع چیزه، یعنی انتخاب بازم چیز جالبه. نوعی در واقع یه چیز وقتی که آدم نگاه میکنه آهنگهایی رو که انتخاب کرده، هم آهنگ در واقع چیز سنتی از دل فولکلور بیرون اومده، یا در واقع موسیقی سنتیه، یا بخشش هم اساسا آهنگا موسیقی مدرن در واقع اروپایی است. توجه میکنید؟ حالا پاپ یا نیست اونو من نمیدونم، من اصلا تو حوزه موسیقی این تقسیم بندی ها نمیدونم. اوضوعیت که جالبه که آشپور تو اینجا هم نوآورانه کار میکنه. اساسا نه از کنم حتما شما میره سمت 100% فولکلور، نه سمت 100% در واقع موسیقی سنتی، نه سمت 100% چیز. من حالا همینجا یه پرانتز باز کنم. اصلا جالبه این محور در واقع نوجویانه در کارهای در ترانه های آشپور، در اجراهای در واقع آشپور، حضورت که یک تونست همبستر بشه با نوجویی هایی که بعدها تو جامعه دامنش گسترده‌تر شد. یعنی اینکه شما وقتی که میبینید که یک در واقع روشنفکران متشکلتر میشن، منسجمتر میشن، توجه میکنی با آشپور وارد یک گفتگوی در واقع چیز میشن، ارتباطی میشن. یعنی آشپور فراموش میشه تو عوام، تو دستگاه های در واقع موسیقی پخش کننده رادیو، بعدها تلویزیون، این چیزا اونجا فراموش میشه. ولی آشپوری که متتاست هم که اصلا دیگه نمیخونه، تو بخشی از در واقع جامعه ما در میان روشنفکران باقی میمونه. از اینجا باز هم یک در واقع اشاره بکنم، این که آشپور این نوآوریاش در یک دوری گره میخوره با بخشی از در واقع نوآوریا تو حوزه سیاست. مثلا شما اینجا نگاه بکنید، پس از این که تفنگ ها به صدا در آمد در بهمن 1349، یه بخشی از روشنفکران ایرانی با گرایش در واقع چپ شکل میگیرند که این روشنفکران در ارتباط با اوقات در واقع چیز خودشون، آموزشی خودشون، اون آشپور وارد این در واقع گفتگو باشون میشه. یعنی که هنگامی که میرن کوه، یکی از در واقع آدمایی که بهش مراجعه میکنن آشپور، یا در درون زندانهای ایران، تو زندان دوران شاه، بخشی از در واقع آوازخوانی ها به مناسبت هایی توسط زندانیان یک بخشی دو سه تا کار آشپور حتماًه. خروسخانه، از کنون شما والس نوروزیه، ساز نوغاره، جمعه بازاره، جنگ جانه، توجه میکنیم. یعنی که آشپور این در واقع چیز نوآورانه بودنش تو حوزه در واقع موسیقی گره میخوره تو دورهای مختلف با جنبش ها و در واقع روشنفکران جامعه ما، و این ماندگارش میکنه. حالا میتونیم ادامه بدیم، تو بپرس. آره مرسی. خدمت شما هست. اون زمانی که آشپور در واقع کار هنریشو میذاره کنار در اواخر دهه 30
دیگه از دهه 40 دیگه آشورپور رسما کاری نمیکنه دیگه، میره سراغ پست‌های مدیریتی در زمینه کشاورزی و غیره. بله همون سالهای احتمالاً که این هجوم رسانه‌ای به زبان گیلکی هم گسترده و گسترده تر میشه با ورود فیلم‌های سینمایی فیلم فارسی، به تمسخر گرفتن زبان گیلکی، شخصیت‌هایی که سعی می‌کردن خنده بیارن با گویش گیلکی. به لحاظ تاریخی آیا هیچ سندی داریم که در اون زمان کار امثال آشورپور کمکی کرده باشه، یعنی یه بخشی از سدی بوده باشه که بتونه در برابر هجوم بایسته؟ یعنی غروری که گیلک زبان باید با یک موسیقی فاخر، یک شعر فاخر بهش دست بده و بتونه مقابله کنه با اون هجوم، آیا اصلا کارکردی داشتن؟ اینقدر در جامعه شنیده میشده این کارها و دوستان دیگه ای که با موسیقی گیلکی کار میکردن، ولی آشورپور به عنوان پیشگام بیشتر مد نظر هست؟ ببین در دهه 40 اساسا آشورپور اونچندان در واقع دیگه میدان در واقع چیز نداره، نه میدان در واقع تاثیر داره، نه میدان ارتباطی داره. توجه میکنیم آشورپور این میدان رو تو حوزه در واقع ترانه‌خوانی و موزیک و این چیزا تو این دهه دیده نمیشه. من در این دهه نوجوانی که اصلا شما بالاخره تو محافل روشنفکری نوجوان ها حضور دارم. توجه میکنید تو از شما همین دوره من چون یه چند سالی این مدرسه رو در رشت دنبال کردم، با بخشی از در واقع آدمایی که امروز تو حوزه هنر و ادبیات نام دارن هم دوره بودم و نشست‌های در واقع مشترک داشتیم، کارهای مشترک کردیم. آشورپور تو این در واقع چیزا دهه حضور نداره. آشورپور تو دهه 50 تا انقلاب هم، تا قبل از انقلاب، مثلا ماهای قبل از انقلاب و این چیزا حضور پیدا میکنه. حضور چیز نداره، جدی نداره. تو محافلی حضور داره. این محافل نیست به لحاظ در واقع چیز میدان تاثیرگذاری اونچندانی. محافل روشنفکری سیاسی کار مخفی کارند. توجه میکنی؟ اینا آشورپور رو میشناسند چون با ترانه‌های آشورپور در کوه آشنان به زمزمه‌گر ترانه‌های آشورپورند. توجه میکنی؟ ولی این محافل در واقع اون چنان ارتباطی با جامعه نیست. این محافل اساساً بعد تو این دهه در واقع دهه شکل‌گیری در واقع یک طبقه متوسطه که این طبقه متوسط به طور جدی یک گرایش در واقع غرب گرایی درش وجود داره. توجه میکنی؟ یعنی که یک بخشی از در واقع این سنت ها دیگه اساسا موضوع کارش نیست. توجه میکنی؟ یعنی که تو حوزه روشنفکری شما عملا مثلا ورز این که تو وقتی که تلویزیون میاد، تلویزیون شوهای زیادی داره. تو این شوهای زیاد توجه میکنی شما دیگه با پدیدی به نام پدیدی مثلا ورز این که آشورپور یا چیزی شبیه آشورپور دیگه رو نیستید. توجه میکنی؟ چون خود آشورپور نیست، حضور نداره. شاید اگه آشورپور حضور میداشت به خاطر همین نوآوری هایی که داشت شاید میتونست دوباره مطرح بشه. توجه میکنی؟ ولی آشورپور حضور نداره. اصلا این دوره جالبه. این دوره یک دوره است که ما ببینیم در درون حکومت پهلوی نیست یک گرایش در واقع بازگشت به گذشته شکل میگیره. توش آدمایی هم هستن، محافلی هستن و دستگاهایی هم هستن. توجه میکنی؟ زن خود شاه هم تو رأسشه. آقای مثلا پروفسور حسن نصر هم تو بخش شایگان هست. نمیدونم جهانبگو هست. اینا میخوان برگردن به گذشته. توجه میکنی؟ بازگشت به در واقع سنته. اینا میخوان یک بخشی از سنت رو در واقع تلفیق بزنن با مدرنیسمی که در جامعه ما در حال شکلیه. این گرایش از خدمت شما خب میتونست منجر به این بشه که از خدمت شما یک بخشی از سنت های ترانه‌خوانی و این چیزا احیا بشه. اینا رو ما میبینیم. این دیگه با آشورپور میشوش وارد گفتگو نمیشه. این همون بخشیه که تو گیلان
تلویزیون گیلان یا رادیو گیلان با دوستان ترانه‌خوان ما در واقع شروع به فعالیت میکنه. بخشی از این در واقع چیز بازگشت به روستاست، بازگشت به روستایی که دیگه تبدیل به نوستالژی شده. واقعیت در واقع اون روستاها دستخوش یک تغییرات جدی شده، ولی اینها در ترانه ها و این چیزها همچنان اون روستای نوستالژیک رو موضوع کار قرار میدن. و اینجاست که خب این سنت چون در اون جامعه حمایت میشه این چیزا، دیگه برای آشوپور اون چندان جایی باقی نمیشه. شما در زمانی که نوجوان بودید و به دبیرستان مثلا میرفتید، موسیقی ممنوعی که گوش میدادید چی بود؟ ببین ما از کنم خدمت شما چیزی که یه رادیویی تو خونه بود، موسیقی که از رادیو پخش میشد، یا این که از کنم شما گرامافونی که داشتی، ما صفحاتی که میتونستیم چیز بکنیم. من چون پدرم من اهل بخیه بود مثل جناب آقای آشوپور، توجه میکنی، خب من کار آشوپور رو هم شنیده بودم، حضورت صفحه‌شو شنیده بودی؟ بله حضورت که بعد حضورت که بعدها هم که چون گرایش در واقع نزدیک به گرایش جناب آشوپور رو داشتم، یعنی که پس از دهه در واقع پس از اون به صدا در آمدن تفنگ، حضورت که خب با آشوپور بیشتر در واقع آشنا شدم، چون برام تو محافل در واقع کوهنوردی و بعدها تو زندان بالاخره فرصتی بود که ما این برجسته در واقع زبانی تو حوزه در واقع موسیقی رو اعلام بکنیم و اعلام موجودیت بکنیم. یعنی که ما یه جوری رقابت هم می نشستیم با کردها که میخوندن، با لورها که میخوندن، توجه میکنی؟ یعنی این رقابت، تو این رقابت مایه افتخار ما بود. یعنی من فکر میکنم که از دوره نوجوانی با آشوپور آشنا بودم. یک در واقع چیز درون خانه یک امکانی از در واقع این صدا باقی مونده بود که این امکانی از صدا رو در واقع چیز کردم. بله آشنایی داشتم. بله مرسی. خدمت شما عرض کنم در دوره دوم، یعنی دوره پایانی کار آشوپور، شاید بر حسب اتفاق شاعرانی مثل شهدی و پاینده اضافه میشن به محفلش و سعی میکنه با استفاده از اونها روی ترانه هایی که با گویش شرق گیلانی هستن آثاری رو تولید بکنه. حالا باز این سوال بعد از خود آشوپور کرد، ولی به نظر شما این کار چقدر در اون زمانه میتونسته آمدانه باشه؟ یعنی پرداختن به گویش های متنوع زبان گیلکی در تولید اثر موسیقیاییش، و چقدر بر حسب اتفاق بوده؟ یعنی فقط این که چند شاعری به گروه اضافه شدن که به اون گویش شعر میگن. البته آشوپور در خواندن در واقع ترانه های گویش لنگودی و یا شرق گیلانی اون چندان در واقع چیز نیست، موفق نیست. یعنی که اون موفقیتی که جناب پوررضا داره اصلا نتونست در واقع این حوزه چیز بکنه. پوررضا به خاطر در واقع چیزش لشنشایی بودنش که میتونه سریع در واقع آواهای گویش های شرق گیلان رو هم زمینی در واقع چیزش بکنه، بیشتر موفقه. من خب البته خب چیزی که هست اینه که نمیشه این چند تا کاری رو که خونده رو در واقع جز ویژگی های کارش به حساب آورد. توجه میکنی؟ مثل کارهای غرب گیلانی خونده، یعنی اون چندان تفاوت در واقع چیز نیست توش. من این رو نمیبینم، شاید دیگران ببینن. من تا اونجایی که یادمه، چون الان هم که گفتی باید به یاد بیارم این در واقع چیزها رو. یک در واقع چیزی که هست اینه که آشوپور در ترانه هایی هم که به زبان غرب گیلان خونده، ببین یک نکته رو من در که دریافتم و بگم.
آشپور به طور جدی در ارتباط با ترانه‌های روستایی چشم داشتش به در واقع میراث ترانه‌های روستایی گیلانه. توجه میکنی؟ یعنی که به هیچ وجه نوآوری زبانی سوژه‌ای نداره تو چیز. یعنی شما تو ترانه‌های روستایی گیلان نیست این در واقع دوری رو که توش مناسبات در واقع ظالمانه وجود داره و یا اینکه توسعه نیافتگی وجود داره یا اینکه از شما طبیعت مانع از این در واقع چیز میشه، عدم رسیدن آدمی با آدم دیگه میشه. توجه میکنید تو ترانه‌های شفاهی روستایی گیلان میبینید خداوند سقم ما به یک بار و جارکار رو نمیدونم فلان. این در واقع نحله برای آشپور او در واقع منبع بسیار بسیاری از ترانه هاشه. توجه میکنی؟ یعنی آشپور در ارتباط با به نظر من ترانه سرایی اون چندان در واقع چیز نداره برای اینکه زبان در واقع گیلکی رو تو حوزه ادبیات یعنی تو حوزه شعر دستخوش اصلا شما برخی از ویژگی‌های زبان شعری دوره‌های هم عصرش بکنه. توجه میکنی؟ یعنی وقتی که شما به منظورتون شعر گیلکیه مسعود خان؟ شعر گیلکی. آره. من وقتی که من فکر میکنم تو دهه 40 بود تو کتابخانه ملی رشت عضو بودم، از برام جالب بود که به کتاب در واقع اوخان سرتیپور برخوردم. برام خیلی جالب بود. این جزء اولین کارهاییه که به زبان گیلکی به صورت کتاب چاپ شده بود. سرتیپور خیلی نوآورانه‌تر عمل میکنه. توجه میکنی؟ اونجایی هم که از جالبه آشپور تو با این وارد در واقع حوزه سوژه شهری در واقع ترانه‌های آشپوره. در سوژه شهری ترانه‌های آشپور شما با یک ویژگی‌های در واقع نوجویانه در ترانه‌ها سرکار دارید. برای من خیلی جالبه عزیزا، مخصوصا این چیز از کنه شما خروس خان خیلی جالبه. توجه میکنی؟ برای من خیلی نوآورانه است این نوع در واقع سوژه پردازی، این نوع موضوع ایجاد کردن برای یک ترانه. اساسا اون دوره نادره، اون دوره اساسا اون کار سرتیپور بازم دیگه گیلکیش کار سرتیپور بعد گیلکیش کار سرتیپوره. خیلی جالب، خیلی نوآورانه است. توجه میکنی؟ یعنی که شما با کاری سر کار دارید که نوآورانه است. توجه میکنی؟ این زبان رو آشپور نداره تو بخشای روستایی این چیزا. توجه میکنی؟ خب علیرغم این که تو در واقع چیزش به طور جدی از زبان گیلکی استفاده میکنه. میگه که تو چندر هیمه اوچینی گیریتی کشه دیچینی بیا میور تو منده چینی. خیلی جالبه. یعنی که نشون میده که این در واقع چیز رو زبان در ساختار در واقع چیز خودش واقعی خودش تو ذهن و چیز حافظه در واقع جناب آشپور جاری ساریه. علیرغم این که میره سالها دور میشه از در واقع محل سکونتش، ولی زبان درش شکل گرفته است. زبان گیلکی به عنوان زبان اولشه که میتونه این گونه قافیه پردازی بکنه و این قافیه ها همه گیلکی هست. توجه میکنی؟ خیلی جالبه. یه جایی تو یکی از این شعرها چی گفته بود؟ گفت که وجبما لاکو یا لاکو وجبما یا وجبما لاکو. جالبه. امون یک در واقع یه ترکیبه، فعل مرکبه. جالبه، از کار در آمدنه. توجه میکنی؟ و آبدیدگی و کارکشتگی رو میرسونه. بعد فعلش مثلا وجستنه. توجه میکنی؟ موجود بودنه. توجه میکنی؟
mit dessa Gilvace یا درس انجی باشه. خب این نوع در واقع برخوردش با زبان نشوندنده اینه که وفاداری داره به زبان و داره در واقع به هیچ وجه تحت تاثیر فضای در واقع بیرون از سرزمین گیلان تحت تاثیر در واقع اون سرکوفت ها، اون تأخیر ها و این چیزا هم قرار نمیگیره و همچنان این در واقع چیز رو حفظ میکنه و این رو ارائه میده به صورت ترانه و غیره و ذالک. این پیچیدگی و در واقع چند لایگی که شما مد نظرتون هست تو کارهای سرتیپور موج میزنه و در کارهای آشورپور کمتر دیده میشه توی در واقع شعرهای این دو نفر، به نظرتون عامدانه هست یا نه؟ چون سرتیپور اصولا آدمی بود که خیلی دنبال مخاطب نبود، دنبال مخاطب عام نبود، ولی آشورپور برعکس هم توی فعالیت‌های اجتماعیش هم توی وقتی به زبان هم میخواست کار خودش رو تعریف بکنه نشون میداد که خیلی دنبال مخاطب گیری به زبان ساده برای دیگران صحبت کردن این وجه براش اهمیت داشت. آیا این که سعی نمی‌کرد به اون زبان سرتیپور نزدیک بشه عدم توانایی شعری بود یا اینکه واقعا یه عمدی هم پشتش بود؟ من نمیدونم، یعنی که حتی اگه این امرم، یعنی که این تمایز رو آشورپور میدونست و نمیخواست در واقع بره به سمت زبانی و یا شیوه در واقع اجرای ترانه‌ای که مخاطبان ویژه‌ای رو میتونست موضوع کار خودش قرار بده. آشورپور از شما این رو عامدانه این کار کرد. نه ببین نگاه کن، آشورپور دو دسته ترانه خوند، یک دسته ترانه های شهریشه که موضوعات شهری داره که خودش ترانه هاشو نگفته ولی با کمال میل خوند این رو و جز موفقیت هاش به حساب میاد. توجه میکنی اجرای بسیار زیبایی داره، آهنگای بسیار در واقع شورانگیزی داره و همین ها باعث موفقیتش شد. یعنی که آشورپور نمیتونست این موفقیت رو نبینه، این دید این رو. توجه میکنی چون خودش تو محافله‌های مختلف همین آهنگ‌ها رو با عشق تمام میخوند، با تمام وجودش میخوند، جز در واقع آهنگ‌های انتخاب شدهش بود. توجه میکنی؟ یعنی که من اساسا اینجوری فکر نمی کنم که آشورپور این در واقع چیز رو از منظر اینکه اون مال یک دسته ویژه است و این از شما مال یک دسته دیگه، این دسته دیگه چون یک در واقع چیز مخاطب عامه، موضوع کار من باید باشه ولی موضوع کار آقای سرتیپور مخاطب ویژه روشن فکر باشه. نه این فکر نمی کنم. آشورپور فکر نمی کنم که توضیح ترانه سرایی در حد در واقع سرتیپور بوده باشه. سرتیپور نوجوی سرتیپور با در واقع سوژه بسیار در واقع نوجویانه‌ای داره، چند تا کاری که ازش وجود داره و همچنین زبانی که چیز میبره تو زبان پر از در واقع فنون و تکنیک های شعری وجود داره، یعنی استعاره هست، نماد هست، توجه میکنی و خیلی چیزای دیگه. آشورپور خیلی ساده میکنه وقتی که سراغ در واقع ترانه سرایی میره، اساسا سعی میکنه که توهی بکنه از هر گونه آرایش تکنیکالی یا کمتر آرایش تکنیکال. تنها در واقع چیزی که به خوبی از پسش میاد قافیه چینی است. توجه میکنی و از شما رعایت هجاها تو مصرع هاست. توجه میکنی اینا رو خوب رعایت میکنه، ولی از سرتیپور به این در واقع اصول اونچنان وفاداری نداره. توجه میکنی از اینا موضوع اختلاف این دوتاست. به این اصول این نوگراتره تو این موضوع، اون یه خورده در واقع چیز محافظه‌کارتره تو ترانه سرایی. میتونیم ببینیم که سرتیپور خیلی بیشتر تحت تاثیر نیماست دیگه، مثلا دیدارهای بیشتری هم حتی با نیما داشته، از نزدیک هم ارتباطات بیشتری داشته. اما این خب جالبه که آشورپور و سرتیپور با هم دیگه خیلی دوستی نزدیکی داشتن، رفت آمد خانوادگی داشتن. این جالبه. خیلی جالبه. اونم دهه 20. بله
ولی آشورپور 5-6 تا بیشتر از کارهای سرتیپور رو اجرا نمیکنه، در حالی که کتاب اوخان و اون یکی کتابی که متاسفانه من خودم ندیدم توی آرشیو کتابخانه ملی هست ولی گویا از سرتیپور، به هر حال تعداد زیادی از ترانه‌های سرتیپور موجود بوده در دسترس. خانم اکبر خونده بیشترین ترانه‌هایی رو که خونده بله ایشون آقای سرتیپوره. آره حضورت. خب ببین نگاه کن، مسئله بر سر اینه که ما آشورپور رو گفتم ابتدا باید در هم آمیختگی شخصیتی کاراکتری با زمین و زمانش دنبال بکنیم. از جالبه دوستی آشورپور با سرتیپور تو اون دوره از ضد چپ هاست و اساسا یک فعالیت در واقع بسیار چیز داره، اونجوری این غصابانه داره با چپ ها. توجه میکنی یه حضورت که آشورپور باش دوستی داره. خب این شخصیت آشورپوره. من از جالبه در ارتباط با شخصیت آشورپور، خب تو دوران در واقع چیز شنیده بودم تو آدم موفقی بوده تو حوزه در واقع مدیریت و میتونست تو فضاهای مدیریتی که یک ساختاری که این قبولش نداشت تو این فضاهای مدیریتی کار بکنه. این ویژگی‌های شخصیتی است و این ویژگی‌های شخصیتی خب بسیار در واقع چیزه جالبه. توجه میکنی یه جایی هم مورد نقد قرار میگیره دیگه. یه جایی در واقع من حضورت که حالا این بحث مربوط به دیگه به این موضوع نیست، مثلا اینجوری خب یه بخشی از اونایی که معتقد به حزب توده بودن پس از در واقع ماجرای 28 مرداد ضربه خوردن و غیره و ذالک، پس از این که رفتن زندان خلق غیره و ذالک، این چیزا اومدن شروع کردن به این که با این تفکر که آقا اگه قراره که ما تغییر بدیم باید در ساختار قدرت شرکت بکنیم و با نقش آفرینی در ساختار قدرت قادر به تغییرات در درون قدرت بشیم. اونا یک در واقع تفکر بعد در واقع 28 مردادی در بخشی از حزب توده از اون جمله در پدرم من نیست شکل گرفته بود که آقا باید از درون این ساختار رو دستخوش تغییری و تحول کرد که ما جوانهای در واقع آسی با این ساختار اصلا مشکل جدی داشتیم، اختلافات جدی داشتیم. وجود آشورپور خب این در واقع ساختار فکری درش وجود داشت و این جزء در واقع ویژگی‌های کاراکتریش به حساب میاد. آقا خدمت شما عرض کنم از در واقع وقتی به شعرهایی که خود آشورپور سروده و کارهایی که اجرا کرده نگاه میکنین شما، آیا خصوصیاتی در این شعرها هست که منبعث از از خود جامعه گیلان باشه؟ یعنی بگیم این شعر چون در گیلان سروده شده این مؤلفه ها وارد شده، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فضای شعری، چه به لحاظ مضمونی. سراغ دارید نمونه هایی رو که خیلی گیلانی میکنه این آثار رو؟ آره اساسا اینجوریه. الگوی ترانه‌های آشورپور ببینید یک زبان گفتگوست ما بین یک انسان با انسان دیگه. این تو ترانه‌های روستایی ما وجود داره، به طور جدی وجود داره. توجه میکنی؟ یعنی ترانه‌های روستایی ما فاقد اون در واقع بینش بیرون از در واقع حوزه فردیته. از ما تو در واقع ترانه‌های روستایی من نمیدونم، حالا این رو باید مراجعه کرد به در واقع فرهنگ روستایی مناطق دیگر این چیزا. تو مناطق روستایی در واقع وقتی که صحبت از عشق، توجه میکنی این عشق دستیافتنیه که موانعی سر راه در واقع دستیافتن این عشق وجود داره برای معشوق زمینیه. توجه میکنی تو ترانه‌های روستایی ما با این ویژگی‌ها رو هستیم. توجه میکنی یعنی فردیت عاشق، فردیت معشوق زمینی و در واقع موانعی که برای نرسیدن وجود داره. توجه میکنی یعنی عشق قراره که عاشق به معشوقش برسه، اساساً به یک در واقع یک وحدت وجودی وجود داره ما بین در واقع
عاشق و در واقع عشقش معشوقش. توجه میکنی؟ اساسا این در واقع چیز با یک تفکر الهیاتی نمیخونه. تفکر الهیاتی میگه این جسم فناپذیره، اساسا این جسم باید زجر ببینه، این جسم باید به در واقع چیزاش نرسه تا بتونه اون روح پایدارش رو که بعدها به اون خواهد پیوست. توجه میکنی؟ اون روح پایدار به این در واقع چیزاش دسترسی پیدا کنه. این اساسا این چیز تو تفکر تو ترانه‌های روستایی ما اساسا این بیشش اون جهانی نیستند، اصلا هیچ چیز رو حواله نمیده برای در واقع اون جهان، همه رو در این جهان دنبال میکنه و مشکلاتش رو برای در واقع چیز ناشی از این جهان میبینی، ناشی از در واقع ستمهای مختلف میبینی. توجه میکنی؟ آشورپور به این در واقع چیز منظر از ترانه‌های روستایی احاطه کافی داره و این برام جالبه. یعنی که آشورپور بدون تردید از کنم خدمت شما این در واقع چیز رو، ترانه ها رو شنیده یا دنبال کرده. این خب بوده دیگه. منم با وجود تفاوت سنی 30 ساله و از کنم خدمت شما بیشتر در دوران کودکی هم آشنا بودم با بسیاری از این در واقع ترانه ها و این چیزا. هنوز جزء در واقع اندوخته های ذهنی منه. از باید این رو بگم که من فقط 18 سال تو گیلان زندگی کردم. بیشترین بخش از اون 30 سالی که الان تو آلمان زندگی میکنم، بیشترین بخش از اون بیرون از گیلان، ولی حافظه زبانی من حافظه خوبیه که از دوران کودکی باقی مونده. ما آشورپور باید خیلی بیشتر تو دوران کودکی احاطه شده بودیم. شهرهای ما روستاهای بزرگ بودن، احاطه شدند با در واقع یه چیز، یعنی یه چند قدم اونورتر بری یه بجارکله پیدا میکنی، یه شالیزر پیدا میکنی. وقتی که یه شالیزر کنارت هست، تمام اون در واقع اصطلاحات، مناسبات، زبان اون در واقع چیز اون چیزی که شالیزر تولید میشه ازش، این زبان همه وارد زبان تو میشه. یعنی تو در شهر مثلا در انزلی توم سرکار نداری، ولی یه خورده از انزلی، یه خورده از خورده محله میرفتی پایینتر، از روگاجا یه خورده اونورتر میرفتی، با بجار سرکار داشتی و ناچار بودی و نشستن بدونی چیه، توم بدونی چیه، توجه میکنی، کاول بدونی چیه. اصلا شما خب اینا چیز بوده. بعد بخش بسیاری از ما تو اون دوره تو در واقع خانه‌های روستایی زندگی می‌کردیم. تفاوت خانه‌های در واقع شهری با روستا تفاوت اونچندانی نبود. یه بخشی مثلا از کنار شما خب سفالی‌سر بوده، ولی عکس‌های باقی مونده از اون دوران در واقع غازیان انزلی نشون میده که گالی پوشی خانه‌های در واقع انزلی و غازیان خیلی زیادتر از سفالی‌سر بوده. پس اگه گالی پوشی و این حرفاست، خب این خانه با خانه‌های روستایی اونچندان تفاوت نداره. مخصوصا مناسبات ما هم در اون دوره این گونه است. ما خودکفاییم در تامین خیلی چیزها در درون در واقع امکانات خودمون. یعنی باغ داریم، از شما بجارکله داریم، از شما لی میبریم میاریم، حصیر درست میکنیم. خب همه این در واقع اصطلاحات مربوط به طبیعت، به ساختوارهای در واقع زندگی ما، همه گیلکی است. تو نمیتونی در واقع از این زبان بیرون بری تو اون دوره. توجه میکنی؟ اینه که من فکر میکنم به طور جدی خب در درون آشورپور این ساختوارها در زندگیش جاری بوده و در درونش حضور در واقع زندگی واراش داره. یه سوالی مطرح شده بود که چون ما کامنت ها رو باز گذاشتیم که اگه بشه سوالات دوستان پاسخ داده بشه، در مورد آموزش گیلکی با گویش گالشی گفته بودن آیا کتابی وجود داره یا نه؟ اساسا در مورد آموزش زبان گیلکی هیچ کتاب آموزش وجود نداره. ما متاسفانه البته تو سایت ها وقتی که نگاه کنید، جناب امین حسن‌پور که یکی از در واقع آدمایی بوده که تو این مصاحبه مثل من شرکت کرده و دوست عزیز منه، ایشون خب یک سری مباحث در ارتباط با آموزش زبان گیلکی داره. تو اینترنت نیز چندین سایت وجود داره که در ارتباط با آموزش با زبان گیلکی در واقع مطالبی نوشتن، ولی هنوز ما
کاری تو حوزه در واقع، یعنی تو چیز در ارتباط با زبان گیلکی کتابی نداریم که به این مسئله در واقع بپردازه. ببین اینجا چیزی که هست اینه که ما با یک مسئله در ارتباط با زبان گیلکی روبرویم. یه بحثی چندین سال پیشتر شد به این که ما گویش معیار باید انتخاب بکنیم در ارتباط با زبان. من جز اون دسته از کسانم که معتقدم که اگه قرار ما گویش معیار انتخاب بکنیم که یک عده‌ای زبان یا گویش رشتی رو مطرح می‌کردن، من گفتم این یک ظلم بسیار جدی است به مینیاتورهای گویشی گیلکی. من گویش رشتی رو میدونم. من 3 تا در واقع زیستگاه دارم، خمام به دنیا اومدم، رشت یه خود درس خوندم، انزلی دیپلم گرفتم، کار کردم دوران جوانیم و خب یه بخشی از در واقع آشنایی های من با گونه های در واقع زبان گیلکی هم از طریق ارتباطات من در من وجود داره. حالا شما ببینید که زبان رشتی، گویش رشتی به عنوان گویش معیار، خب خیلی از در واقع ساختهایی رو که ما تو زبان تو گویش های دیگر گیلکی داریم پاسخ نمیده. یعنی اینکه یک بخشی از در واقع ساختار صرفی و نحوی گویش رشتی کمه نسبت به گویش های دیگری که در گیلان وجود داره. بعد نکته دیگه ای که هست اینه که من نمیدونم چرا باید گویش رشتی انتخاب بشه، مثلا مفرض که اشکباری انتخاب نشه برای یه چیز. یعنی که این رو بر اساس کدوم معیار چیز میکنیم. بازم یک در واقع چیزی که هست اینه که مرکز بودن رشت خب مرکز بودن رشت هم چندان سابقه طولانی تاریخی در زبان گیلکی نداره، همش 500 ساله، تو 1001 در واقع هجری قمری شده. خب حضورت که ولی اگه قراره که از منظر در واقع زبانشناسی نگاه بکنیم، برخی از گویش ها ویژگی‌های در واقع کاملتری رو از تو حوزه واژه‌شناسی، تو حوزه از شما واژگان رو تو حوزه صرفی و نحوی نسبت به گویش رشتی دارن. خب این بحثیه که به نتیجه نرسیدیم، کسی نتونست این چیز کنه. تو حوزه خب نگارش به زبان گیلکی هم تا کنون نتونستیم نتایج برسیم. اینا بحث های همچنان بازیه. یعنی و کسی هم از شما پیشنهادی به صورت کتاب نداده. این من در ارتباط با نگارش به زبان گیلکی تو اینترنت از شما یک پیشنهادی دادم ولی تبدیل به کتاب نشد. دوستان من از شما نشستند چندین ماه در پژوهشکده گیلانشناسی حول این مسئله بحث کردن و یک در واقع پایان اختلافی رو اعلام کردند. توجه میکنی؟ خب ما از شما اینجا هم یک در واقع چیزه، یک اکسیونی الان شکل گرفته، تدریس به زبان گیلکی. توجه میکنی؟ من با این اکسیونم یه خورده اختلاف دارم. من میگم که تدریس زبان گیلکی، نه تدریس به زبان گیلکی. تدریس زبان گیلکی یعنی اینکه بپذیره دولت در واقع قانونی که در گیلان زبانی وجود داره که زبان بومی اینجاست، پس باید تدریس بشه. توجه میکنی؟ و این تدریس زبان گیلکی توی خواستی داری که اون میتونه اساسا وارد این گفتگو نشه که تو زبانی هستی یا زبانی نیستی، بگه که باش به عنوان یه خواست باش. ولی من این رو میگم که ما یه خواستی داریم که این خواست مبتنی بر در واقع وجوه تاریخی زبانی است، نه اینکه به عنوان یک خواست امروزی. بر مبنای وجوه تاریخی زبان گیلکی این خواست در شکل میگیره. خب عزیز من، برای اینکه این زبان رو به این زبان تدریس بشه ما باید نمیدونم باید برای همه گویش‌ها
برای همه گویش های گیلکی یک کار داشته باشیم. من داره یواش ها صدا میگیره. آره خستتون کردیم. اینجا حضورت که اگه سوالاتی باقی مونده بگو که سعی بکنیم که یک در واقع جنبندی ارائه بدیم. آره من خستتونم کردم واقعا، ببخشید. خواهش خدمت شما در مورد همین نگارش من یه پرسشی دارم، اونم اینی که شما به عنوان یک زبانشناس عصر حاضر فکر میکنین که اصلا گیلکی چقدر نیاز داره به این نگارشه برای اینکه دوام بیاره و منقرض نشه؟ حالا با زمان حاضر روش تاکید میکنم چون هر روز که پیش میریم انگار حجم خواندن و نوشتن کمتر هم میشه با این رسانه‌های جدید و فضاهای اجتماعی و فضاهای مجازی که به وجود میاد. حجم خواندن نوشتن کمتر میشه در زندگی مردم. واقعا این نیاز ضروریه برای حفظ زبان گیلکی که بحث نوشتار حل بشه، یعنی که به زمان واگذار کنیم ببینیم چی میشه؟ کدومه؟ ببین نگاه کن، ضرورتش رو از کجا در واقع میشه تشخیص داد. من 4 تا 5 تا کتاب شعر و داستان دارم به زبان گیلکیه، و 100 و خوردی کتاب شعر وجود داره به زبان گیلکیه. خب این حجم از در واقع آثار که به زبان گیلکی است، هر کدوم از ما با سلیقه فردی میایم واژگان گیلکی رو مینویسیم. توجه میکنید؟ ببینید شما و ما آواهایی داریم که این آواها تو زبان فارسی براش در واقع خطی نشانی تعریف نشده. مثلا تور، تبر، توجه، تور این یک در واقع واقع مرکبه، او و آه. برای این تو زبان فارسی، چون فارسی در واقع این حرف مرکب نداره. من میگم که دین برای ای و ای تو زبان فارسی ما واقع مرکب ای و ای نداریم، پس در نتیجه باید برایش یک در واقع چیزی شیوه نگارش یک دستی پیشنهاد بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی که این ما آثار داریم، حالا درستی که تو در واقع چیز وضعیت جدید گویشوران گیلکی محدود شدن، خواننده های زبان گیلکی نیز محدودن، ولی برای همین آثاری که وجود داره من برای اینکه اثر تو رو بخونم به یک در واقع توافقی باید با هم دیگه برسیم برای نوشتن مطالب. توجه میکنی؟ این توافق احتیاج به یک در واقع آیین نگارش داره، پیشنهاد داره. این رو در واقع از این منظر دنبال بکنید. شما هم حتی اگه در فضاهای در واقع چیز، البته من چندین سال پیش که یک در واقع بحثی در ارتباط با شیوه نگارش زبان گیلکی شکل گرفته بود که امین هم بود که خیلی های دیگه هم بودند، این پیشنهادی کردم که زبان گیلکی فاقد یک پشتوانی فرهنگی از نوشته ها و کتاب ها و این چیزاست. پس ما میتونیم همین الان اقدام بکنیم آوانویسی در واقع زبان لاتین رو به عنوان در واقع خط گیلکی بپذیریم، چون این آواهای زبان لاتین تمام آواهایی که در زبان گیلکی هست به خط در واقع فارسی نمیشه اون رو نوشت، اونا میتونی با اون آواها بنویسی. الان یه بخشی از این کار تو در واقع فضای مجازی انجام میشه، یه بخشی از این کار تو پژوهش‌ها انجام میشه. من 4 تا کار تو حوزه در واقع زبان گیلکی کار پژوهشی دارم. یک کار من در ارتباط با گویش رشتی زبان گیلکی، یک کار من در ارتباط با زبان گیلکی که برای دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان نوشتم، یک کار دیگه من که مربوط میشه به فعل و مصدر در زبان گیلکی، و کار آخری من ردشناسی ترتیب سازهای اصلی در زبان گیلکی. تمام این کارها هنگامی که من اساسا این کارها رو دیگه به گیلکی ننوشتم، اون هنگامی که مثالها گیلکی بودن همه رو با آوانویسی نوشتم. یه جدول آوانویسی هم آغاز کتاب گذاشتم که وقتی که شما مثلا
مثلا او میخوانید، این اون حرف در واقع اون صدای مرکب مثبت مرکب اویه که تو تار هست. توجه میکنی؟ تور نخوانید اینا، این تواره. توجه میکنی؟ خب این در واقع ضرورت داره، اصلا نمیشه این رو نادیده گرفت در چیز، یعنی در همین فضایی که الان وجود داره نمیشه نادیده گرفت. بله. حالا مسعود خان، سوال اینه که ما فرهنگستان زبان گیلکی که یک قدرت حاکمه سیاسی هم پشتش باشه، ملزم بکنه مسبباتش اجرا بشه که نداریم. چه مکانیزمی باید اتفاق بیفته که یه قدرتی از یه زمانی به نتیجه‌ای برسن و این نتیجه رو جاری کنن؟ یکی از این پاسخهایی که مثلا شما میگین خط لاتین یا خط فارسی با مکملاتش، یکی از این پاسخها نهایی بشه و همه روش توافق کنن، چجوری اتفاق باید بیفته؟ ببینید، یه پیشنهادی در واقع چیز داده امین حسن‌پور داده به همراه دوستان دیگه، میر عماد موسوی، بهرام کریمی و غیره. این پیشنهاد سالیانی است تو فضای مجازی در واقع داره چیز میکنه، عمل میکنه. این پیشنهاد کیبورد در واقع آوانویسی این پیشنهاد نیست، توسط گوگل پذیرفته شد. یعنی یه پیشنهاد امین وجود داره، یک عده هم به این پیشنهاد با این پیشنهاد موافقن و با این پیشنهاد هم مطلب می‌نویسن. توجه میکنید؟ من از شما همراه یک 4-5 دوست دیگر من در ارتباط با شورای پژوهشی که میخواست پیشنهاد بده برای در واقع شیوه نگارش در آغازش بودم و در ارتباط با اون شورا من پیشنهادی هم اعلام کردم و این پیشنهاد رو هم تو سطح در واقع چیز اینترنتی هم طرح کردم. با همین اختلافات جزئی دارم و شباهت های زیادی باشتم. یه در واقع پیشنهادی رو همون دوستانی که با اونها بودم از خدمت شما، اونا پیشنهادی رو تصویب رسوندن تحت عنوان سرخط. توجه میکنی؟ و این هم تو فضای مجازی وجود داره. مسئله بس اینه که باید گفتگو کرد. دوستان باید یاد بگیرن با همدیگه حول این مسئله گفتگو بکنن. توجه میکنی؟ یعنی که قطعیت بخشیدن به پیشنهاد من یا پیشنهاد فلانی یا پیشنهاد بساری در واقع مسدود میکنه فضای گفتگو رو. یک در واقع جایی باید گذاشت که وقتی که مسعود وارد در واقع گفتگو با امین میشه بتونه از شما با امین به توافقی برسه که با هم دیگه برن به سراغ مثلا بورزیم که فلانی. توجه میکنی؟ ما فعلا نتونستیم این کارو بکنیم، فعلا نتونستیم. شاید بتونیم در یک در واقع از این فضاهایی که داره جدیدن در واقع چیز میشه ایجاد میشه، شاید بتونیم این فضا رو ایجاد بکنیم. بله، واقعا امیدوارم از همین در واقع فضای مجازی که گفتگوها رو راحت تر کرده و مستند کردنشون هم ساده کرده استفاده بشه برای اینکه این قضیه سامان داده بشه. خدمت شما عرض کنم یه سوالی هم چند بار این پایین نوشتن که خب توی شب‌های گذشته و توی برنامه‌های متعددی که برای آقای آشورپور تو انزلی خاصه برگزار شده بارها به این سوال پاسخ داده شده، اونم این که آشورپور پدر موسیقی فولکلور گیلان هست یا نه، که بارها گفته شد دیگه، این که نه اینکه پدر موسیقی فولکلور گیلان کسی دیگه ای باشه، اصلا این عنوان بی‌معناییه که موسیقی فولکلور یه پدری داشته باشه، یک شخص خاصی اینو بگیم پدر موسیقی فولکلور. بنابراین از این سوال میشه گذشت. آخرین سوالم همونی بود که یه دوستی نوشته بود که شما آقای مسعود پورهادی چقدر با آینده زبان گیلکی امیدوار هست؟ حضورت که ببین، خب این فضایی که تو سطح جهانی برای زبانهایی که در واقع زبان رسمی نیستند فضای محدودتری نسبت به گذشته پیش اومده. ببین در این فاصله، تو فاصله در واقع 40-50 سال اخیر خیلی زبان از بین رفته. تو همین منطقه
در واقع ایران و اطراف ایران زبانهای زیادی دیگه گفتگوگر یا گویشورز ندارن. توجه میکنی ما به طور جدی وارد در واقع دورانی شدیم که این دوران یک دوران در واقع حذف کردن تو حوزه های در واقع مینیاتوری سمبل های تاریخی است. نه فقط زبان، خیلی چیزهای دیگه، آداب، سنون. توجه میکنی نمیدونم برخی از در واقع ویژگی‌های تاریخی، برخی از ویژگی‌های در واقع فرهنگی در حال از بین رفتنه. یعنی که الان هشدارهایی که سازمان در واقع یونسکو میده در ارتباط با زبان گیلکی، هشدارهای اونچندان در واقع چیزی نیست، خوبی نیست. راست میگه. یه بخش مهمی از در واقع این مشکلات ناشی از اینه که خانواده های گیلانی تبار و گیلانی زبان مدت‌های طولانی است دیگه با بچه هاشون گیلکی صحبت نمی کنند. توجه میکنید یکی از مشکلات اینه که تغییراتی در ساختار در واقع فکری آدم ها شکل گرفته که احتیاجی به یک بررسی جامعه شناختی داره، که این منجر به این میشه که این تغییرات تو حوزه زبان محلی دوچار در واقع خسران بشه. و ببینید ما در وضعیت در واقع موجود با این مسئله در سطح جهانی روبرو هستیم و در ایران نیز زبانهای دیگه هم در معرض این تهدید هستند. من گفتم نمیدونم احتمالاً قطع شد، در کرمانشاه کردی کرمانشاهی دیگه به ندرت صحبت میشه و اون بخش از در واقع نسل جوانی که به کرمانشاهی صحبت میکنن ساختار در جمله رو کردی دارن، ولی بسیاری از در واقع جملات در درون ساختای جمله رو به فارسی ادا میکنن. تو گیلان هم همینطوره. ما بخشی از گویشوران ما مثلا از خمام بموم، این ساختار گیلکی دیگه نیست. خمام جا بموم، چون ساخت اضافه در زبان گیلکی با ساخت اضافه در زبان فارسی تفاوت جدی داره. زبان گیلکی این در واقع ساخت اضافهش پسینه، زبان فارسی ساخت اضافهش پیشینه. یعنی اینکه ما از و ور و نمیدونم بر و این چیزا رو، سر و بالا و پایین رو پس از اسم، پس از صفت، پس از در واقع این نمونه ها میاریم. حضورت که خب حالا ساختارهای زبانی که در میان اون بخش از باقی مونده های در واقع نسل گیلکی دستخوش تغییرات جدی شد. یک در واقع چیزی که هست اینه که بخشی از واژگان گیلکی از بین رفت یا فراموش شد یا رفت در داخل در واقع فرهنگنامه ها فقط ثبت شده و مورد استفاده قرار نمیگیره. اینا تغییرات زبانی رو به بار میاره. یعنی اینکه ما دستخوش یک در واقع تغییر زبانی، دو زبانی شدن در طی چندین دهه‌ای. این از دهه 50 در واقع جدی شد دو زبانی شدن. توجه میکنی و بعد از انقلاب ایران هم به طور وسیع‌تر دامنش در واقع گسترش یافت. یعنی که از شهرها شروع شد، الان در روستاها هم این در واقع یه واقعیت داره که بخشی از روستاییان با بچه هاشون در درون خانه ها به گیلکی حرف نمیزنند. خب این یک در واقع خطره. این خطر یعنی این که ما ساختار زبان گیلکی دستخوش در واقع تغییراتی میشه و زبان گیلکی رو از حوزه در واقع زبانهای شمال غربی بیرون میاره، به حوزه زبانهای در واقع جنوب غربی میکشونه. شما این تفاوت‌ها دیگه
وقتی که مثلا من در یکی از این مصاحبه ها یه متنی رو خوندم، گفتم وقتی که من این متن رو میخونم، الان خیلی از فارسا که اصلا حالیشون نمیشه و خیلی گیلکا هم حالیشون نمیشه، توجه میکنی؟ وقتی که خیلی گیلکا حالیشون نمیشه یعنی که از دست رفتن این زبان، توجه میکنی؟ از دست رفتن این زبان برای اون دسته از گیلکایی که هنوز در واقع گیلکی حرف میزنن، ولی از در واقع زبان گیلکی این ساختارهای فعلی و نمیدونم واژگانی شون رو حذف میکنند و این رو فارسی رو جایگزینی این میکنن، این زبان رو خب دستخوش در واقع دو زبانی بودن میکنه، از بین میبره، دو زبانی میکنه این زبان رو، توجه میکنی؟ ساختارهای اصلی این زبان رو که تفاوت ایجاد میکرد با زبانهای دیگر رو از بین میبره، توجه میکنی؟ ولی خب طول میکشه، به این سادگی یه چیز نیست. این راهکارهاش تو دست ما نیست، راهکارهاش در واقع قانع کردن خانواده های گیلک زبانه. من نمیدونم چجوری باید قانع کرد. راهکاراش قانع کردن خانواده های گیلک زبانه به زبان گیلکی گفتگو کردن با بچه ها و در درون خانه. این یکی از پایه‌های اساسی کاره. بله. البته مسعود خان، توی نسل من و بعد از من، یعنی کسایی که توی نسلی که بیشتر خانواده هاشون باشون گیلکی، با بچه ها گیلکی صحبت نکردن و یاد نگرفتن، ولی این نسل دنبال این هستن که بچه خودشون گیلکی یاد بدن ولی تواناییشو ندارن. ولی در گیلان که در نهادسازی های این گونه ید طولایی دارن گیلانی ها، نمونهش خانه فرهنگ گیلان که یه الگوی موفقی از یک نهاد غیر دولتیه. حالا من کاری به این ندارم که نتیجه فعالیتاش چی میشه و چقدر در تولید موفق بوده و در نتیجه فعالیتاش موفق بوده، ولی در شکل گیریش الگوی موفقه دیگه. نهادهای این چنینی خصوصی دست کم میتونن وجود داشته باشن. مدرسه زبان گیلکی بدون وابستگی به آموزش پرورش دولتی، بدون وابستگی به دولت، که خانوادهایی که میخوان بچه‌شون رو بفرستن یه جایی که آموزش زبان گیلکی بچه ببینه و خودشون توانایی این کارو ندارن، بتونن اقدام به این کارو بکنن. دست کم این کار رو که میشه انجام داد. بله. این پیشنهاد خیلی جالبیه. این پیشنهاد دوستان من در خانه فرهنگ باید بهش توجه بکنن، چون خانه فرهنگ یک امکانه که از این امکان استفاده در واقع اون چندان بهینه‌ای نمیشه. یکی از این در واقع ظرفیت‌های خانه فرهنگ میتونه ظرفیت آموزش زبان گیلکی باشه، توجه میکنی؟ و ما تو خانه فرهنگ آدمای زیادی داریم که تو حوزه زبان گیلکی این توانایی و استعداد رو دارند که وقت رو دارند که بخوان در واقع این کار رو بکنند. من این دوست نازنین من امین حسنپور و دوستان دیگری که حول این مسائل از در واقع شرق گیلان هستند، اینها به طور در واقع جدی میتوانند یک در واقع آموزش زبان گیلکی با گونه‌های شرق گیلانی رو سازماندهی بکنند. این توانایی در اینا هست و تجربه کافی است. تو بخش غرب گیلان هم بازم هست، توانایی‌های فراوانی در آدم‌های دیده میشه که این توانایی‌ها رو میشه. پیشنهادی باید باشه، خانه گیلان میتونه این کار رو بکنه، چون این در واقع احتیاج دیگه نیست اینکه برید شما یه نهاد بسازید براش، نمیدونم چیز مالی ایجاد بکنید، نمیدونم غیر و ذالک. خانه فرهنگ وظیفش تو این حوزه از شما تعریف شده است. چون من جز در واقع کسایی هم که موقعی که تو گیلان بودم تو دهه 80 چندین دوره تو در واقع هیئت مدیره خانه فرهنگ بودم و جز در واقع کسایی هم که سابقه و قدمت در واقع طولانی مدتی در عضویت در خانه فرهنگ دارم. پس در نتیجه میخواستم اینو بگم که یعنی اونجوری نیست که دوستان در واقع چیز میکنن. ما فعال نگاه کن، اینا سازماندهی احتیاج داره به این سازمانگرا. متاسفانه من نمیدونم چرا وقت نمیذارم. من اگه اونجا بودم این پیشنهاد تو
بسیار در واقع چیز بالای سر میذاشتم و این رو تو خانه فرهنگ به عنوان یک غرب گیلانی از در واقع چیزی که میدونم این رو تبدیل میکردم به یک در واقع چیز خوب، یک چیز درست، یک پیشنهاد در واقع عملی شدن. من فکر میکنم باید به دوستان خانه فرهنگ هم این چیز رو تذکر بدیم. بله خیلی ممنون. مرسی مسعود خان. من که مثل همیشه از شما زیاد یاد گرفتم، خستتونم کردم. مرسی که وقت گذاشتین و این همه به مدت طولانی صداتونم گرفت نشستین پای این گفتگو و امیدوارم که فضای ایجاد بشه که از دانسته ها و دانش شما بزرگان بیشتر استفاده بشه. اگه در پایان خودتون فکر میکنید چیزی مخفول باقی مونده و احتیاج به گفتنش هست، خوشحال میشیم بشنویم از شما. نه دیگه زیاد صحبت کردیم. فکر میکنم که ما از خدمت شما در ارتباط با زبان گیلکی و آقای عاشقپور و رابطه در واقع آثار هنریش یا ترانه‌هایش با زبان گیلکی تا حدودی گفتگویی رو انجام دادیم. امیدوارم که اگه جایی در واقع پاسخی داده نشد به یک در واقع سوالی یا اینکه بخشی از حرفای من این چیز اطلاعات کافی درش نبود، دوستان میتونن با من تماس بگیرن و برای من پیام بذارن و من تکمیلش کنم و تصحیح بکنم یا اینکه پاسخ بدم به سوالات در واقع پاسخ نداده. برای شما شب خوشی آرزو میکنم، روزگار خوشی آرزو میکنم تا دیداری دیگه. قربانت. مرسی. زنده باشید، سلامت باشین، خدا نگهدار شما، شبتونم بخیر. قربان تو، خدا حافظت. ممنون، خدا نگهدار.